الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. الله سبحانه و تعالی را بی نهایت سپاسگزارم که بار دیگر این فرصت میسر شد تا در برنامه آن روی سکه در خدمت شما عزیزان باشیم. در خدمت شما عزیزانی که بی صبرانه هر سه شنبه شب منتظر این برنامه هستید تا با آن روی سکه تاجران دین فروش و آخوندهای دروغگو قم و نجف و کسانی که با ماسک اهل بیت تیشه به ریشه اسلام میزنند بیشتر آشنا بشید. همونطوری که میدانید در این برنامه ما جدیدترین کلیپ هایی که در بخش پژوهش و پیگیری شبکه جهانی وصال حق آماده شده رو خدمت شما بزرگواران تقدیم میکنیم و در لابلای پخش این کلیپ ها شما عزیزان میتوانید تماس بگیرید و در رابطه با موضوعی که مطرح میشه صحبت کنید. از همه عزیزانی که الان با ما هستن در این برنامه این تقاضا رو میکنم که موقعی که تماستون با برنامه برقرار میشه لطفاً صدای تلویزیونتون رو کاملا ببندید و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنید و من مجبورم تماسایی که این موضوع رو مراعات نکنن قطع کنم تا وقت دیگران ضایع نشه. قبل از اینکه اولین کلیپ این برنامه رو خدمت شما بزرگواران تقدیم بکنیم که کلیپ شماره 624 هست، آخوند شیطان پرست، این کلیپ رو دوستان عزیز آماده کنن. من جا داره از همه بینندگان عزیز، از همه خواهران و برادران بزرگوار شیعه و سنی که در طول هفته گذشته بعد از گفتگویی که با نماینده آیت الله قزوینی در هفته گذشته در این برنامه صورت گرفت، چه از طریق ایمیل، چه از طریق پیامک، چه از طریق پیامگیر شبکه و چه از طریق شماره واتساپ شبکه اظهار لطف و محبت کردن، من از تک تک شما عزیزان سپاسگزارم و این لطف الله سبحانه و تعالی بود که الله سبحانه و تعالی بخواد که این آخوند رسوا بشه. این شخصی که فرستاده بودن برای ما عددی نیست، ارزشی هم نداره، منتها الله سبحانه و تعالی خواست که توسط این شخص، توسط این نماینده‌ای که تعیین کرده بود، آیت الله دکتر عالم علم رجال، شیخ مفید زمان و القابی که خودش برای خودش میده رسوا بشه. و من تعجب میکنم که تا قبل از این برنامه من قزوینی رو خیلی انسان زیرکی فکر میکردم، اما به این نتیجه رسیدم که واقعا احمق تر از این آدم فکر نمی کنم در بین آخوندهای شیعه وجود داشته باشه. حماقتش از این سرچشمه میگیره که کسی رو نماینده خودش قرار داد که آبرو و شرف و عزتش رو برباد داد. من اسم اون صحبت ها رو مناظره نمیگذارم، همونطوری که در صفحه فیسبوک هم نوشتم. مناظره ای نبود، تماسی بود. ارزش این شخص مانند یک بیننده عادی است برای ما، اما اینکه کسی مثل قزوینی ایشون رو به عنوان نماینده خودش تعیین کرده بود، این مهم بود برای ما و الله سبحانه و تعالی این رسوایی و افتضاح رو به بار آورد برای این آخوند و برای کسانی که سنگ رو به سینه می زدن. و همونطوری که دیدید در بیش از 1.5 ساعت گفتگویی که صورت گرفت، حتی یک روایت، حتی یک جمله از امام ذهبی در این که گفته باشه که محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه صاحب کتاب صحیح بخاری ثقه نیست نتونستن بیارن. و یقین داشته باشین که نه این شخصی که به نمایندگی از آیت الله قزوینی تماس گرفته بود، نه خود قزوینی، نه همه آیات و حجج قم، مشهد، تهران، اصفهان، نجف، کربلا، لبنان، همه دنیا، همه آخوندهای دنیا جمع بشن که یک جمله از امام ذهبی، خیلی چپ و راست رفتن سعی کردن تلبیس بکنن، دروغ بگن، افراد دیگری رو بیارن که حرف و حدیث داشتن در مورد امام بخاری، اما ما هنوز هم رو حرفمون وایستادیم، هنوز هم
این تحدی و چالش رو اعلان میکنیم که اگر قزوینی و امثال قزوینی یک روایت از امام شمس الدین ذهبی در مورد امام بخاری که گفته باشه من ذهبی میگویم که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست، یک روایت در هر جا در هر کتابی از کتب امام ذهبی دارند بیارن و یقین داشته باشید که غیر از این که برن که ابو فلان این گفته و ابو علان این گفته و فلانی در فلان جا اینو مسئله رو آورده و فلانی در فلان جا این چیزو گفته، غیر از این چیز دیگری ندارن، مجبورن. حالا جالبه بدانید که چون این حماقت رو قزوینی کرده و یک انسانی مثل اون کسی که تماس گرفته بود رو به عنوان نماینده خودش تعیین کرده، الان باید دیگه همه شبکه‌شو، همه شاگرداشو، همه برنامه‌هاشون رو بسیج بکنن تا برای قزوینی آبرو و عزتی که از دست رفته رو بخرن که انشاءالله نخواهند توانست. و ما از همین هفته هر هفته در برنامه آن روی سکه در شروع برنامه این تحدی و چالش رو اعلان میکنیم که جناب آقای قزوینی اگر شما مرد هستی، غیرت داری، شهامت داری، مردانگی داری، علم داری، فقط یک روایت از امام شمس الدین ذهبی بیار که گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری ثقه نیست. و تا وقتی که ما زنده هستیم، تا وقتی که این شبکه هست، هر سه شنبه شب این تحدی و چالش اعلان خواهد شد و امیدواریم که این مردانگی و شهامت رو داشته باشه قزوینی که بیاد و حداقل بگه خب اشتباه کرده، اینم ازش میپذیریم. ما انسان‌های بزرگواری هستیم، علی رغم همه دروغایی که گفته، قزوینی اگر بیاد و یک کلمه اظهار ندامت بکنه، اظهار پشیمانی بکنه، ما یقین داشته باشید که دیگه این فایل رو میبندیم، دیگه در مورد این دروغی که گفته صحبت نخواهیم کرد و همه کلیپ هایی که در این مورد هست رو متوقف میکنیم و پخش نمیکنیم. اما سبحان الله، همین دیشب بود با همکاران داشتیم صحبت میکردیم. در قرآن کریم معجزه بسیار بزرگی وجود داره. یکی از معجزات واقعا عظیم و بزرگ قرآن کریم معجزه است که الله سبحانه و تعالی در حیات یک انسان از حالت او و از وضعیت او در آخرت خبر میده. این شخص کیه؟ این شخص ابو لهب. ابو لهب کسی است که الله سبحانه و تعالی در زمانی که ابو لهب در مکه است، زنده، سرحال، در اوج نشاط و قدرت، این ابو لهب میاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو اذیت میکنه، در حالی که عموی پیامبر است. باید از جمله کسانی باشه که ایمان میاره، باید از جمله کسانی باشه که به دعوت برادرزاده خودش لبیک بگه، باید از جمله کسانی باشه که در صف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار بگیره. اما این شخص میاد تکبر میکنه، میاد عناد میورزه و در زمانی که در مکه هست و زنده هست، الله سبحانه و تعالی سوره مسد رو، دوستان عزیز اگر این سوره رو نشون بدن، سوره مسد رو نازل میکنه در مکه مکرمه و به ابو لهب میگه و به همه مسلمان ها اعلان میکنه که سیصلا نارا ذات لهب. این ابو لهب وارد شعله های آتش شعله ور میشه. این سوره نازل شد، همه مسلمان ها این رو میخوندن، زبان به زبان در مکه میچرخید. تصور بکنید اگر ابو لهب میآمد و فقط یعنی برای نفاق هم که شده تظاهر به اسلام میکرد، مثل عبدالله ابن ابی ابن سلول در مدینه و منافقینی که در مدینه بودن. این ابو لهب میومد تظاهر به اسلام میکرد. شما تصور بکنید وضعیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دین اسلام چی میشد.
العیاذ بالله اگر این دین از نزد غیر الله می بود، العیاذ بالله اگر این قرآن کلام الله نمی بود، به مجرد اینکه ابولهب بیاد و تظاهر به اسلام بکنه، دین اسلام تموم شده بود. چون در اینجا الله سبحانه و تعالی از آینده خبر میده، میگه این ابولهب در آتشی که شعله‌ور هست انداخته خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی در دوزخ. این انسان نیامد برای تظاهرم که شده اسلام بیاره. اگر این کارو میکرد بزرگترین ضربه رو به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زده بود. اما الله سبحانه و تعالی نخواست، زیرا کفار و منافقین رو الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب علیم. در دنیا رسوایی است، در آخرت عذاب دردناک است. رسوایی ابولهب رو دیدیم که چگونه در موقعی که مسلمانان در جنگ بدر سران کفار رو به خاک ذلت نشاندن، ابولهب در خانه خود در مکه مردار شد و فرزندانش با چوبهای دراز پیکر ابولهب رو همینطور هل میدادن، در یک چاله ای انداختن، از بس گندیده و بوی گندش همه را اذیت میکرد، اینو در اون چاله دفن کردن. مثال قزوینی مثال ابولهب هست. اگر روز اول این دروغ رو گفته بود، می اومد فرداش معذرت خواهی میکرد، میگفت مثلا من آیت الله قزوینی حالا یک اشتباهی رخ داده، زلت لسان بوده، من اینو گفتم، اما بعدن که مراجعه کردم قضیه از این قرار نبوده. قضیه تمام شده بود. نه این همه آبروریزی برای خودش، نه این همه آبروریزی برای مراجع شیعه، نه این همه آبروریزی برای شبکش، نه این همه آبروریزی برای شاگرداش که مجبور بشه زمین رو با آسمان بدوزه تا این که بیاد ثابت بکنه که ذهبی امام بخاری رو توثیق نکرده. و بازم تکرار میکنیم که همین کلمه محمد ابن اسماعیل بخاری رو ذهبی گفته که ثقه نیست. مرد از قزوینی بیاد از این دروغ اشتفا بکنه. با همین کلیپ رو میبینیم و بعد از اون انشاءالله در خدمت شما بینندگان عزیز گرامی خواهیم بود. با ما همراه باشید. آخوند شیطان پرست. خدمت شما بزنم که ما ابلیس رو لعن میکنیم گاهی موقع، میگیم خدا لعنتت میشه تو مثلا ما رو گول زدی. بعد روایات رو داریم که سقیفه گناهشون بالاتر از ابلیسه. این چجوریه؟ عرض کنم حالا این تو شبهای قبل هم یه اشاره کردیم که اول کسی که با ابوبکر بر منبر پیغمبر بیعت کرد ابلیس بود و در واقع اونجا نشون داد که در واقع ابلیس به بیعت با سقیفه آمده، یعنی خودش کمتر از سقیفه میبینه که اومده با اون بیعت میکنه دیگه. و یا حتی روایاتی داریم که روز قیامت بله اصحاب سقیفه رو در یک وضعیت زنجیر کشیده‌ای شدیدتر از ابلیس میارن و اینا همه برای این است که وقتی از خود حدیث ما این سوالو بکنیم بهتره دیگه. میفهمید وقتی از ابلیس خودش تعجب میکنه، وقتی ازش میپرسه میگه که فرق من و تو اینه که خدا به مردم دستور داد که این کار رو انجام بده، من اومدم مردم رو وادار کردم که سرپیچی کنن، حرف خدا رو زمین بزنن و برخلاف حرف خدا عمل کنن. اما سقیفه و امثالو پایه های بدعت رو گذاشتن، یعنی خدا یه چیزی گفت، اینا هم یه چیزی کاری کردن که مردم حرف خدا رو عمل نکنن و حرفای اینا رو عمل کنن. حالا ما هم اول آخر حرفمون اینه که اگر میگیم ما با سقیفه نیستیم، بیزاریم، بغضشو داریم، لعن میکنیم، فاصله میگیریم، نیستیم، همش دلیلش اینه که میگیم در مقابل خدا یه دکونی باز شده و ما راضی به این نمیشیم که یک کسی به قول ما بیاد در خونه دکون خدا رو تخته کنه و مغازه خودشو آباد کنه. حالا ساده من گفتم که دیگه امروز شیطان چقدر خوشحال خواهد بود
که پیروانش به این جرأت رسیدند تا چهره زشت ارباب خیش را در لابلای افسانه ها و داستان های واهی مثبت جلوه دهند. نه آن که فقط هدف حمله به شاگردان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد. قضیه پاک کردن چهره شیطان است. قرآن کریم ابلیس را بزرگترین دشمن بشر معرفی می کند. دشمنی که سعی در از بین بردن آموزه های قرآنی دارد. پس اولین قدم برای شیطان کمرنگ کردن چهره منفی خود است. از این رو در ذهن پیروان خود این گونه القا می کند که بهترین یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از شیطان بدترند، تا هم بهترین انسانهای بعد از پیامبر را زیر سوال برد و هم نحوست خود را در اذهان انسانها کمرنگ و یا پاک نماید. الله متعال در آیات مختلفی از قرآن کریم درباره ابلیس و دشمنی تمام عیار وی با فرزندان آدم علیه السلام سخن گفته و پیامبر مسلمانان را از خطر وی برحذر داشته است. حال کدام عقل سلیم میپذیرد که شیاطینی بدتر از ابلیس سالها در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار بگیرند، در جنگها و سخت‌ترین لحظات زندگی نبی اسلام همراهش باشند، با شخص پیامبر رابطه خویشاوندی برقرار نمایند و از تمام اسرار و نقشه‌های دعوت و زندگیش باخبر باشند، اما الله متعال هیچ سخنی درباره آنها نگوید و پیامبر خود را از خطر آنها برحذر ندارد و نه تنها آنها را مذمت ننماید، بلکه آیات فراوانی را در مدح آنان نازل کند و از آنها اعلان رضایت نموده و به آنها وعده بهشت دهد. چگونه ممکن است کسانی که از ابلیس بدترند پس از وفات پیامبر اسلام و با فدا کردن جان و مال و خانواده خود اسلام را به اقصا نقاط عالم برسانند و گسترده ترین و با شکوه ترین حکومت عدل تاریخ بشر را تشکیل دهند؟ اول کسی که با ابوبکر بر منبر پیغمبر بیعت کرد ابلیس بود و در واقع اونجا نشون داد که در واقع ابلیس به بیعت با سقیفه آمده، یعنی خودش کمتر از سقیفه میبینه که اومده با اون بیعت میکنه دیگه. هدف این آخوان از بیان این سخن تنها زیر سوال بردن ابوبکر صدیق رضی الله عنه نیست، بلکه قصد دارد تا علی مرتضی رضی الله عنه را نیز از شیطان بدتر بداند. به ادعای وی ابلیس با ابوبکر بیعت کرد چرا که خود را از وی کمتر میدانست و این آخوان به خوبی میداند که علی مرتضی نیز با ابوبکر بیعت کرده است. پس طبق استدلال وی علی هم همکار شیطان بود، چرا که نه تنها با ابوبکر بیعت کرد بلکه 24 سال وزیر و مشاور همین افرادی بود که این آخوان آنان را از شیطان بدتر میداند. در حقیقت این عده پیروان شیطانند و با سوء استفاده از نام علی رضی الله عنه در تلاشند تا با زیر سوال بردن صحابه و کافر دانستن آنان قرآن کریم را که از طریق صحابه به ما رسیده است تحریف شده و غیر معتبر بشمارند، غافل از آن که قرآن کریم با تمجید از صحابه تمام نقشه‌های دشمنان آنان را برباد داده است. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمودند خوشنود است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغهایی آماده کرده که از فرودستش جویبارها روان است و جاودانه در آن میمانند. این است رستگاری بزرگ. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، از همین لحظه شما تلفن برنامه زیرنویس خواهد شد و شما عزیزان میتونید در مورد
موضوعاتی که مطرح شد و همچنین در مورد گفتگویی که هفته گذشته با نماینده آیت الله قزوینی بود. در مورد اون بعضی از دوستان پیام فرستادن که ما می‌خواستیم زنگ بزنیم و صحبت بکنیم اما وقت نشد. در این هفته میتونید در این مورد هم نظراتتون رو بگید، اما عزیزانی که تماس میگیرن سعی کنن که اون فرهنگ، تمدن، عقیده، مذهب و دین خودشون رو جوانب نیک و خوبش رو به نمایش بگذارن. یعنی وقتی کسی میاد توهین میکنه، اهانت میکنه، انسان باید در مسائل مختلف فکر بکنه. یا این تربیت خانوادگی است، یا اثر فرهنگ هست، یا دین و مذهبش اینو بهش امر کرده. مسائل مختلفی که امیدواریم بینندگان عزیز گرامی در نظر داشته باشن. من بعضی از ایمیل‌های شما عزیزا رو میخونم. برادرمون ابو عمر از اهواز نوشتن که هرچه به شبکه زنگ میزنم نمیگیره. این عذر ما رو بپذیرید، از دست ما خارج است و تماس‌ها به قدری زیاد است که نمیتونیم همه تماس‌های شما عزیزان رو جواب بدیم. برادر عزیزمون رشاد یا راشد از تاجیکستان نوشتن که به نام الله، سلام بر مجاهد جان برکف. واقعا در تاجیکستان غوغا انداختید، الله از شما حفاظت کند، اللهم آمین. 3 روز پیش ابوالقاسمی نه ابوالقاسمی در شبکه علی اللهی زلالت ائمه را خالق معرفی کرد. امروز استاد سرودی جوابش را داد. از شما میخوام شما یک برنامه مخصوص ترتیب دهید. خب این چیز جدیدی نیست برادر عزیز و گرامی. اگر اینا خلاف این صحبت بکنن ما باید تعجب بکنیم. تشکر میکنم از برادر عزیزمون از تاجیکستان. آقای حسن زهی نوشتن که آیا ایمیل شبکه شما زیر نظر هست؟ خواهشاً جواب بدید. در این مورد من نمیتونم چیزی بگم، منتها اینکه خدای نکرده بتونن از طریق ایمیل شبکه به اطلاعات کسانی که با ما تماس میگیرن دسترسی پیدا بکنن، انشالله فعلا این امکان نداره و همه چیز به دست الله سبحانه و تعالی است و عزیزانی که تماس میگیرن از طریق ایمیل سعی کنن مسائل امنیتی رو حتما مراعات بکنن. به سایت نگهبان اگر مراجعه بفرمایید، در این سایت روش‌های امنیتی برای تماس گرفتن با ایمیل هایی که زیر نظر هست رو در اونجا نوشتن. آقای ابوذر میرزایی نوشتن که آقای انصاری با اینکه شریفی رو نابود کردید اما 2 نکته از زیر دستتون در رفت، ولی شما رو به خدا اگر از این مناظره کلیپ ساختید این 2 نکته را لحاظ بفرمایید. در همان صفحه‌ای که قول ذهبی در مورد مخلوق نبودن قرآن بود، وسط صفحه نوشته بود که رافضه کسانی هستند که قرآن را مخلوق می‌دانند، حیف که آن قسمت صفحه را نخواندید. دومی که نمیدانم که متوجه شدید یا نه، وقتی شما از شریفی به اصرار پرسیدید که افعال تالین معنایش چی است، ایشان در کمال جهالت گفتن یعنی کارهای آیندگان. بله این بیچاره بی سواد فکر کرده بود تالین که از تلاوت گرفته شده، فکر کرده بود از تالی است، یعنی تالی بعدی در عربی مثلا به صفحه بعدی، صفحه تالی به اصطلاح میگن در عربی، از صفحه تالیه یعنی صفحه بعدی. این بدبخت بی سواد فکر کرده بود که این تالین یعنی آیندگان. من متوجه بودم، به خاطر همین اصرار میکردم که دقیق ترجمه بکن. لطفاً در هنگام ساخت کلیپ این 2 نکته را برجسته کنید که جهالت این شخص بیشتر مشخص بشه. بله. همین لحظه در شبکه زلالت دروغ دیگری گفتن که 38 دقیقه به شریفی وقت داده و بقیه رو خودش تلف کرده. تازه این حرف رو الان در شبکه ولایت دوستان در بخش پژوهش پیگیری به من اطلاع دادن که همین الان در شبکه ولایت در این مورد برنامه گذاشتن. 38 دقیقه حرف شما قبول، ما 38 دقیقه وقت دادیم. در 38 دقیقه 1 دقیقه کافی بود که یک جمله از ذهبی بیاره که گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. چرا این یک جمله رو نیاورد؟ من تشکر میکنم از عزیزی که این ایمیل رو فرستادن. بیننده دیگری آقا علی نوشته سلام بر برادر بزرگوار استاد انصاری، تبریک به شما، ما رو سربلند کردی، سربلند و پیروز باشی استاد گرامی. تشکر از شما، این لطف الله سبحانه و تعالی بود. این عزت و شرفی است که الله سبحانه و تعالی برای بندگان مؤمنش و برای مسلمانان میده. آقا علی قاسم پورم اشعاری فرستادن در مورد آفت الله. ای آفت الله تو چون بدصفتی.
من تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی. و دوستان اشاره میکنن که در همین لحظات در شبکه زلالت چند ثانیه از کلیپی رو پخش کردن از مناظره یا گفتگوی هفته گذشته. ما این تحدی و چالش رو میدیم به شبکه زلالت که موقعی که با شبکه کلمه بحث و مناظره داشتید که ادعا میکردید که پیروز شدید، هر روز 2-3 مرتبه این مناظره رو پخش میکردید. خواهشاً اینم پخش بکنید، حداقل 1 مرتبه پخش بکنید که بینندگان ببینن، خودشون قضاوت بکنن. من تشکر میکنم از آقای قاسم پور، شعر دیگری هم فرستادن. الله متعال به شما عزت و سربلندی نصیب بکنه. بیننده عزیزی پیام فرستادن و خواستن که اسمشون رو نگم. نوشتن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از درس زیست آموختم و با دیدن برنامه هفته گذشته آن روی سکه نتیجه گرفتم. نقش جلبک ها و قارچ ها چیست؟ امر جالبیه دوستان، من اینو بخونم براتون. قارچ ها مواد غذایی مورد نیاز و اهداف جلبک ها را فراهم می کنند و جلبک ها نیز از جلبک ها نیز مواد مورد نیاز و اهداف قارچ ها را فراهم می کنند و این نوع زندگی همیاری بین این دو گروه وجود دارد که دو طرف از زندگی با یکدیگر سود می برند. نقش جلبک های چون شریفی تامین اهداف مورد نیاز قارچ های مانند قزوینی است، یعنی دفاع از دروغ های اون، و نقش قارچ های مثل قزوینی این است که با استفاده از آموزه های دروغگویی که در حوزه آموختند هم اهداف خود و هم اهداف جلبک های دور و برش مثل شریفی را تامین کنند. خلاصه در یک کلام این آخوندها هم عمامه به سر نه تنها ظاهرا مثل قارچند، بلکه واقعا مغزشان از علم خالی است که نمونه از اینها شریفی بود که هفته گذشته در آن روسه که کاملا ضایع شد و بیشتر از قبل دروغگوییشان آشکار گردید و جایگاه علم و منطقشان را نشان دادند. بار دیگر این پیروزی بزرگ را در این مناظره تبریک عرض می‌کنم و واقعا خسته نباشید. تشکر می‌کنم از این بیننده عزیز و گرامی که این پیام رو فرستادند. 1-2 ایمیل دیگه هم میخونم از شما عزیزان. آقای نبی نوشتن که برادر جان خواهشمندم این شریفی را به این برنامه راه ندهید، چون آمده بود از قزوینی دفاع کنه اما نه تنها نتوانست از دروغای استادش دفاع کنه بلکه خودش هم چندین دروغ گفت و در رفت و اگر باز هم بیاید دوباره دروغ تحویل بینندگان میداد. اتفاقا من اینجا تو کامپیوترم همه دروغ هایی رو که در هفته گذشته گفته همه رو کلیپاش رو جدا کردم که امیدوارم که این جرأت و مردانگی رو داشته باشه که به این دروغ های خودش هم جواب بده. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی آقای نبی. برادر عزیزمون آقای میر بلوچ از بلوچستان نوشتن که اگر میشه اسکایپ رو هم راه اندازی کنید، انشالله سعی میکنیم که در همین برنامه در ساعات اخیر یا در هفته آینده اسکایپ برنامه رو هم اعلان بکنیم تا عزیزان مثل شما بتونن به این برنامه تماس بگیرن. خب تماس‌های شما عزیزان رو میگیریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، ببخشید من می‌خواستم با برنامه شما صحبت بکنم. بفرمایید خواهر گرامی، خودتون رو معرفی کنید، صدا شما داره پخش میشه. ببخشید من الان گوش میکنم صدا پخش نمیشه. شما صدای ما رو از طریق گوشی تلفن بشنوید، از تلویزیون با تأخیر پخش میشه صدا خواهر گرامی. بله، با عرض سلام خدمت همه شنوندگانتون. من یه چند تا سوال داشتم، میخواستم لطف کنین اینا رو بگین. خواهر گرامی سوالات شرعی در برنامه پرسش و پاسخ لطفاً مطرح کنید. نه سوال شرعی نیست. من یه چند تا سوال دارم که اگر این سوالا رو به من شما منطقی جواب بدین من در حضور شنوندگان شما وهابی میشم. لازم نیست وهابی بشید خواهر گرامی، شما مسلمان بمونید. بله. یکی اینکه در شما صحیح بخاری رو قبول دارید. در صفحه 47 صحیح بخاری آقای عمر زمانی که پیامبر اکرم در بستر بیماری بودن، آقای عمر وقتی پیامبر اکرم گفتن که شما یک ورق و کاغذی بیارین که من وصیت بکنم بعد از من خلیفه بعد از من کی هست،
آقای عمر میگن کتاب شما برای ما بسه. تمام این تفرقه که بین مسلمانان هست از عمر منشأ میگیره. خواهر گرامی، خواهر گرامی، خواهر گرامی، بخاری رو باز کنید. خواهر گرامی، خواهر گرامی، خواهر گرامی، یک لحظه. من سوالم تمام بشه. سوالتون همینجا اولش دروغه خواهر گرامی، دروغ به خورد شما دادن این آخوندا. در صحیح بخاری شما صفحه 37 صحیح بخاری رو لطفاً باز کنید. از شنوندگان عزیزتان خواهش میکنم صحیح بخاری رو باز کنن، صفحه 37 رو بیارن که عمر میگه که به خاطر اینکه پیامبر بیماریش غلبه پیدا کرده نمیتونه که وصیت بکنه، یعنی مریضه. درسته؟ مریض نمیتونه وصیت بکنه، نمیتونه که وصیت بعد از خودشو انتخاب بکنه. از اون طرف چطور ابوبکر وقتی که مریض هست خلیفه بعد از خودش که عمر هست و میاد انتخاب میکنه؟ خواهر گرامی، یعنی خواهر گرامی بهتر از پیامبر اکرم هست. خواهر گرامی، خواهر گرامی، خواهر گرامی، خواهر بزرگوار، خواهر عزیز، شما فقط خودتون دارید همینطوری صحبت میکنید توتیوار. خواهر گرامی، خواهر گرامی، حرف منو گوش کنید، حرف منو گوش کنید، منطقی صحبت کنید. خواهر بزرگوار، شما سواد دارید، علم دارید. همین صفحه صحیح بخاری، یک لحظه، شیعه هستید من میدونم، شیعه باشید، سنی باشید، منصف باشید. لا حول ولا قوة الا بالله. خواهر گرامی، خواهر گرامی، خواهر گرامی، من صداتون رو قطع میکنم اگر حرف منو گوش نکنید. خواهر گرامی، شما توتی هایی هستید که از آخوندا چیزایی رو شنیدید، توتیوار دارید تکرار میکنید. در کجای صحیح بخاری همین حدیث رو بخونید که عمر به پیامبر گفته که پیامبر هذیان میگه؟ لطفاً بخونید متن عربیشو. بسم الله. صفحه 47 بخونید متن عربیشو. بخونید متن عربیشو. بخونید متن عربیشو. اینترنت پیش من نیست که بیماری بر پیامبر غلبه کرده و پیامبر نمیتونه وصیت بعد از خودش رو انتخاب بکنه. این یکی. شما بعداً خواهر گرامی، این دروغه. خواهر گرامی، این دروغه. خواهر گرامی، من مجبورم صداتون رو قطع بکنم. من مجبورم صداتون رو قطع بکنم چون شما همینطوری دارید صحبت میکنید، حرف گوش نمیدید. خواهر گرامی، یک کمی عقل داشته باشید، منطق داشته باشید. وقتی که شما از یک آخوندی این رو شنیدید و قلم و کاغذ برداشتید، یادداشت کردید، عقل، منطق، شعور، انسانیت، علم، دانش اینو اقتضا میکنه که برید به صحیح بخاری مراجعه بکنید که آیا واقعا همین حرف رو زده، آیا اسم عمر در اونجا اومده. ثانیاً من از شما یک سوال میکنم، آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بنابر روایات شما در خانه فاطمه زهرا بود، بنابر روایات ما در خانه خودش بود، خانه ام المؤمنین عایشه، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، فاطمه زهرا، طلحه، زبیر، این همه صحابه‌ای که در اونجا بودن کجا بودن؟ عمر گفت که خب حرف شما بالفرض محال ما حرف شما رو قبول بکنیم. عمر این حرف رو زد. علی کجا بود؟ چرا علی قلم و دوات نیورد؟ ثانیاً الله سبحانه و تعالی میگه که الیوم اکملت لکم دینکم، دین رو بر شما کامل کردیم. پیامبر چی رو میخواست بنویسه؟ به نظر شما خواهر بزرگوار، پیامبر، سوال منو جواب بدید، پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم میخواست چی رو بنویسه؟ میخواستن وصی بعد از خودشون رو انتخاب بکنن. وصی بعد از خودشون کی بود؟ وصی بعد از خودشون کی بود؟ مشکلی که الان عمر عزیزم، به وجود آورده رو به وجود خواهر گرامی، خواهر گرامی، خواهر گرامی، شما عقده، خواهر گرامی عقده گشایی نکنید. خواهر گرامی، خواهر گرامی، لا حول ولا، من مجبورم قطع بکنم. کسی که نتونه گوش بکنه حرف آدمو. خواهر گرامی، الان من قطع کردم صداتون رو، شما راحت به تلویزیون گوش بدید. الان که قطع کردم راحت گوش بدید. شما مشکل دارید، نمیتونید که به حرف مخالف گوش بدید. ای کاش میذاشتن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این ورق و کاغذ رو می آوردن تا پیامبر صلی الله علیه و سلم مینوشت. ای کاش میذاشتن که مینوشت. میدونید چی رو میخواست بنویسه؟ میخواست بنویسه که بعد از من ابوبکر جانشین من است. کسی در جانشینی ابوبکر بعد از من با او مخالفت نکنه. اعتقاد من به عنوان یک سنی این است.
پیامبر اینو میخواست بنویسه. شما میگید که میخواد جانشینی علی رو بنویسه. خیلی مسخره است این ادعا، چون علی رو در یوم الدار در مکه جانشین خودش تعیین کرده بود. اینو ادعا میکنید. علی رو در موقعی که به طرف تبوک میرفت انت منی به منزلت هارون من موسی جانشین خودش تعیین کرده بود. علی رو در غدیر خم در حضور به قول شما هزاران ده ها هزار نفر جانشین خودش تعیین کرده بود. دیگه چه نیازی بود که اینو بنویسه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ اگر مسئله مهمی مانند امامت را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ننوشت، پس العیاذ بالله شما دارید به پیامبر تهمت ترس میزنید، به پیامبر تهمت نافرمانی الله سبحانه و تعالی میزنید. به پیامبر این تهمت میزنید که ایشون از ترس عمر ننوشتینو، از ترس صحابه ننوشت، در حالی که الله سبحانه و تعالی در مورد ابلاغ رسالت، ابلاغ دین به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که بلغ ما انزل الیک یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر این کارو نکنی، ابلاغ نکنی رسالتت رو، تو این پیامبری تو ادا نکردی. اگر از مردم میترسی، والله یعصمک من الناس، الله سبحانه و تعالی تو رو در مقابل مردم حفظ میکنه. پس جای ترس و واهمه ای نبود. ثانیاً این قضیه روز پنجشنبه رخ داده، جمعه، شنبه، یک شنبه، دوشنبه، 4 روز دیگه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زنده بود. در این 4 روز عمر شمشیر دستش گرفته بود، دم در خونه وایستاده بود که هر کسی بیاد قلم و کاغذ بیاره که پیامبر وصیتشو بنویسه، من گردنشو میزنم. پس این شیر خدا علی مرتضی کجا بود؟ یک کمی وقتی این چیزا رو میشنوید از آخونداتون یک کمی فکر بکنید، برید به مراجع بگردید، در موردش تحقیق بکنید. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو، سلام استاد انصاری عزیز، خسته نباشید. سلامت باشید. لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من استاد انصاری عزیز، من فریبرز هستم. عرضم حضور حضرت عالی، من خیلی کم پیش میاد بتونم موفق شم تماس بگیرم با شما. البته جواب خیلی کامل شما به این خانم دادین، فقط من ایشون این خانم حالا یا اطلاعات کمی داره یا عوام هستن، یا حرفای بلغورهای همون آخوندهای رافضی رو مدام تکرار میکنه، یا حرفای بچگانه به درد قصه‌های 1001 شب میخوره. جناب انصاری عزیز، بعد عرضم بزرگ حضرت عالی، ببینید در رابطه با این قضیه که الان بر علیه شما دارن در ولایت، حالا آقای ابوالقاسم اینا نشستن، من یه گریزی زدم و نگاه کردم، خود دارن یه چیزایی میگن، ولی مطلب اینجاست. ببینید حالا مثلا قبل از که شما حالا جوونا رو خواهید داد، ببینید حدود 2 ماه خورده پیش بود، 2 ماه پیش بود، من با شما زنگ زده بودم یه بار تو همین قضیه که این شریفی اومده بود یه کلیپی درست کرده بود در نداشیه بر علیه شما در رابطه با این که گفته ذهبی امام ذهبی امام بخاری رو تضعیف کرده، درسته؟ بله. من 15 روز قبلش، میشه 2 ماه و نیم پیش، من رفتم همین کلیپی که خود شریفی درست کرد، من اینو میگم اینا با من شیعه‌ام، اینا بشنون دیگه از رو برن، اینقدر مغلطه نکنن. من 2 ماه و نیم پیش، یعنی قبل اینکه اصلا به شما زنگ بزنم، خب من تو سایت اینا زیاد میرم، تو نداشته رفته بودم، رندوم 2-3 تا از اینا رو نگاه کرده بودم، تصادفی همین قضیه دیدم، کلیپی که بر علیه شما درست کرده بود در رابطه با تضعیف ذهبی آورده بود. خب بله، عرضم حضورتون که من اون رو نگاه کردم، من ببین اطلاعاتی که نداشتم از قبل، اصلا با شما صحبت نکرده بودم، با کسی صحبت نکرده بودم، میخوام بگم چقدر دلایل اینا ضعیفه. خود همون کلیپیه که شریفی با دوستاش درست کرده بود، من 3 بار اونو، خدا شاهده 3 بار وقت گذاشتم اونو نگاه کردم، مدام عقب جلو کردم، های پس و پیش کردم، نگاه کردم، دیدم این آدم انگار عقلش از دست داده. این که بدتر به ضرر خودش، یعنی خودش به طور مستقیم و غیر مستقیم خودش رو زیر سوال میبرد، یعنی هیچ چیز به درد بخوری از توش در نیومد. از من خیلی نگاه کردم، اصلا در نیومد که ذهبی
امام بخاری رو تضعیف کرده باشه. اصلا همچین چیزی در نیامد. خدا شاهد، من رو بررسی کردم. خب بنده به عنوان شیعه یا آدم منصف دارم این حرفو میزنم. من رفتم اون رو نگاه کردم، همچین چیزی توش در نمی اومد. هرچند که من دقت کردم دیدم این داره با یه بازیای در بیاره، یه جا رو حذف کرده، یه جا رو اشتباه ترجمه میکنه. اینا رو من متوجه شدم. باز گفتم خب حالا بذار من خوشبینانه‌تر نکنم. هر کار کردم مخلص کردم، سرتون درد نیارم. درست. این آدم هیچ چیزی رو نتونه ثابت کنه، فقط تونسته بود به اون قضیه زهلی و ابو زرعه و ابن ابی حاتم یه سری مطالب از اونا آورده بود، داشت با اونا بازی میکرد، مدام آگراندیسمان میکرد قضیه رو، ولی به هیچ عنوان چیزی از ذهبی که بیاد امام بخاری تضعیف کنه به هیچ عنوان نبود. این داشت خودشو دست و پا میزد آقای قزوینی رو توجیه کنه که سوتی داده بود بین بخاری قرن سوم و پنجم. خب من کاملا این متوجه شدم ازش. و در این نوع دروغایی که اینا به ائمه اهل سنت نسبت میدن برای بنده ثابت شده است. مثلا همین چند روز پیش بود من دیدم آقای یزدانی میگفت که امام ذهبی گفته است که امام زمان در سال فلان به دنیا آمده است، یعنی نظر شخصی خود امام ذهبی. خب در صورتی که عزیز من ایشون به اختیار اون ریفرنس نگاه کنی، ایشون داره از روافض نقل قول میکنه، یعنی میگه روافض، تازه میگه روافض نادان، اون کلمه نادانش هم هست ترجمه کردم. درست. اونها میگویند که همچین عقیده است، نه اینکه خود ذهبی بخواد همچین عقیده داشته باشه. اصلا ذهبی اگه بخواد همچین عقیده داشته باشه خب بابا میرفت رافضی میشد، مگه رو درواسی داشت با کسی؟ مگه کسی میترسید؟ خب این رافضی میشد خلاص. ببینید اینها از این تلبیسا میکنن، خیلی خنده داره. میگم اون یه سال پیش، 9 ماه پیش اینا خب ما نمیدونستیم، مثلا تو مباحث مربوط به توسل خب اینا می اومدن مثلا از سبکی سمهودی اینجا مثال میزدن، بازی میکردن. حالا نمیان روابط بین سبکی سمهودی حسنی با ابن تیمیه با هلی چه جریانی بوده در اون تاریخ خاص، چه روابطی بین اینها بوده، اینا رو تجزیه تفصیل نمیکنن که بعد اون توسلی که اونها بین هم دیگه جنگ داشتن هیچ ربطی به توسل هلی و قلات شیعه و رافضی اصلا نداره. این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است. میاد از سبکی و سمودی چیز سوء استفاده کنه، یعنی ما رو گذاشتن سر کار. ما خب اون گفتیم ما اونقدر نرفتیم کنکاش کنیم، درسته؟ ما باور کرده بودیم هر چی که گذشت ما دیدیم نه اینها خالیبندان بزرگی هستند. خب حالا یا رفتیم خودمون اینترنت دیدیم ترکیم، از شما یاد گرفتیم و بقیه دوستانتون، اینا خالیبندان بزرگی هستن عزیز من. اینم جواب من به عنوان شیعه دادم. اون کلیپ شریفی دیدم، حالا های بیاد نمیدونم اونجا از اون کاره عجیب غریب چی الان داره برای شما انجام میدن، ما زنگ زدیم قطع نکرد، نمیدونم آقای انصاری صدای ما رو قطع وصل کرد، وقت ما رو کم و زیاد کرد، از این حرفای بیخود. کل اگه اون میتونه جواب بده در عرض 2-3 دقیقه میشد جواب داد. آقای انصاری شما به قول یکی از دوستان میگفت بردیش بغل رینگ، خب شریفی رو بردی بغل رینگ، چپ و راستش کردی، این ناکداون شد، به راند سوم نرسید، خود زمین. عزیز من هرچند ما تا 10 شمردیم شریفی از جاش بلند نشد، حالا داره دست و پا میزنه بزنه. یه مثالی هم از من آخر بگم وقت بقیه نگیرم. از یه مثال از ابولهب زدیم. بفرمایید. آیا انصاری ابولهب بهش گفته بودن چرا اسلام نمیاری؟ گفت که آیه اومده تبت یدا ابی لهب و تب. خب یعنی بریده با دست ابولهب و او در جایگاهش آتش خواهد بود. حالا اگه من اسلام بیارم، پیش بینی کرده من در آتشم، الان اسلام بیارم، خب بس چطور خود پیش بینی کرده بس حالا پیش بینیش اشتباه در میاد، بس من نمیارم. ببین همچین آدمی بود، خب دروغگو خالی بندی بود. خب حالا شما ببین اینا دیگه چه دلیلی میخوان بیارن دیگه. این آخر مطلب رو خدمتتون بگم. آقای انصاری عزیزم کاری نداری عزیز من دیگه وقت شما بقیه نگیرم. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. اتفاقا در تایید صحبت‌های شما برادر بزرگوار روز پنجشنبه بود دقیقاً دوستان کلیپشو به من دادن که من خدمتون پخش بکنم در اینجا که آقای قزوینی بیننده زنگ زد به ایشون و در مورد مناظره صحبت کرد. آقای عزت الله از بوشهر بود فکر کنم و گفت که بله این صحبت کردن و نماینده شما و خلاصه نتونستن جوابی بیارن و فلان. سبحان الله این ابولهب اومد یک دروغ دیگه گفت. به جای اینکه بیاد دروغ‌های اولش رو جمع بکنه بر دروغ‌های اولش یک دروغ دیگر هم اضافه کرد. حالا این کلیپ رو با هم ببینیم.
در رابطه با قضیه بخاری هم برادر بزرگوارم، این رو همین پریشب بود آقای شریفی با یکی از این شبکه ها، همون آقای برای شما پارچه فروشی که پولهای پارچه فروشی آورده چیز کرده، یه مناظره ای داشتن اونجا. کلن این که آقای ذهبی بود آقای شریفی بخاری را ضعیف میداند، مفصل بحث کردن برادر بزرگوارم که آیا امام بخاری از دیدگاه آقای ذهبی آیا ضعیف هست یا ضعیف نیست. عزیز دل من اونجا مفصل بحث شده. انشاءالله اگر لازم بشه یک روزی بنده خودم هم اینجا مفصل نظر بزرگان را نسبت به جناب محمد ابن اسماعیل بخاری عرض خواهم کرد انشاءالله. حالا انشاءالله شاید جناب آقای ابوالقاسمی شب چهارشنبه در این زمینه یا شب سه‌شنبه است برنامه ایشون، دوشنبه شب در این رابطه مفصل صحبت میکنن. عزیز دل من ما به هیچ وجه ادعای اسمت نداریم جناب آقای عزت الله بزرگوار، این شعار ما هست، گفتیم اشتباه کردیم میکنیم خواهیم کرد، معصوم هم نیستیم. اگر یک دفعه محرز بشه یک کسی بیاد ثابت کنه این ادله‌ای که ما داریم از ذهبی برای شما عرض کنم از بزرگان دیگر مبنی بر تضعیف جناب آقای بخاری، اونها را هم ما بیارن با دلیل ثابت بکنن برای ما چشم علی عینی و رأسی، ما میگیم ما اشتباه کردیم از حرف خودمون برمیگردیم، ما که حرفی نداریم آقای عزت الله عزیز. بله این تعلیق ایشون بود رو مناظره، میگه که در اونجا ثابت شده، نماینده ایشون ثابت کرده که ذهبی امام بخاری رو تضعیف کرده و ثقه ندانسته. یعنی من تعجب میکنم واقعا در طول عمرم با انسانهای مختلف از کشورهای مختلف نشست و برخاست داشتم، بی حیاتر از این قزوینی من ندیدم. خدا شاهده، منو معاف کنید به خاطر این کلمه بی حیایی که میگم، بی حیاتر از این انسان ندیدم. میلیون ها نفر شاهد این گفتگو بودن که در طول 1 ساعت و 33 دقیقه یا بیشتر یک دلیل از ذهبی نیاوردن. رفته به دنبال ابو زرعه این گفته و ابو حاتم این گفته و ابو فلان این گفته و ابو. ما مشکلمون با ایشون این بود که دروغ بسته بود به ذهبی. ذهبی امام محمد ابن اسماعیل بخاری را ثقه نمیداند، این رو برای ما بیارید. اومد گفت که ابو زرعه گفتن که هر حدیث رو که ابو زرعه نداند این حدیث اصل و اساسی ندارد. همین حرف حالا کلیپ هم کرده تو صفحش گذاشته اون آقای نماینده قزوینی. تو همون برنامه من گفتم یکی از روایت هایی رو که امام بخاری آورده و ابو زرعه این روایت رو رد کرده بیارید. نیاوردن. اینم رو تحدی و چالش ما اضافه میکنیم. یک روایت بیارید که از روایت های بخاری که ابو زرعه یا اینایی که مشکل داشتن با امام بخاری اصلا نفهمیدن اینا مشکل امام بخاری و بقیه چی بوده. اصلا قضیه لفظی به قرآن مخلوق یا قضیه قرآن مخلوق است یا افعال تالین، اگر متوجه شده باشین در همونجا افعال تالین یه میگه افعال آیندگان، یه میگه افعال خوانندگان، اصلا نمیدونست که این کلمه چه معنی میده. در شروع ترجمهش کرد قرآن مخلوق است. یعنی کلا خودشون هم موندن که چطور خودشون از این مخمسه خلاص بکنن. حالا این ادامه این کلیپ قزوینی رو با هم ببینیم. شما مراجعه کنید کتاب المغنی فی الضعفاء جلد 2 صفحه 268 شماره 5311 ببینید آیا ایشون در کتاب المغنی فی الضعفاء ایشون رو آورده یا نیاورده. جلد 2 جناب آقای سبکی در کتاب طبقات الشافعیة الکبری جلد 2 صفحه 12 ایشون آمده اعتراض کرده به ذهبی که چرا شما امام بخاری رو در ضعفا آوردید. میگه ایجوز لاحد ان یقول البخاری متروکون. و جناب آقای مناوی در کتاب فیض القدیر جلد اول صفحه 31
ایشون میاد عبارت ذهبی را نقل میکنه که ایشون رو در کتاب ضعفا و متروکین آورده و بعد شروع میکنه آقای مناوی میگه استغفر الله تعالی نسأل الله تعالی السلامه و نعوذ بالله من الخذلان. خب اینها رو آقای مناوی اعتراض به کیه؟ به آقای ذهبی که چرا ایشون رو در قسم ضعفا آورده، ایشون رو چنین کرده، در کتاب از ضعفا و المتروکین آورده. میگه آقا غلب علیه الغز من اهل سنه. آقای ذهبی با اینکه یک عالمی بوده ولی اون بغض کینه‌ای نسبت به اهل سنت، گویا ذهبی جز اهل سنت نیست، بر او برای شما مثلا غلبه کرده. فقال فی کتاب الضعفا و المتروکین ما سلم من الکلام لاجل مسئله اللفظ ترکه لاجلها الرازیان. دوتا رازی ابو زرعه و اینها او را ترک کردن. شما بفرمایید آیا ترک یک راوی یا ترک یک حدیث دلیل بر ضعف هست یا دلیل بر ضعف نیست؟ بله، این بحث مفصلی است. فقط اینجا یک دروغ دیگه به لیست دروغای خودش قزوینی اضافه کرد که گفت که در کتاب المغنی فی الضعفا این مطلب رو آورده. من جا داره در اینجا یک کمی در مورد روش تلبیس اینا صحبت بکنم. میرن از کتاب هایی که در اونجا مثلا ضعفا و المتروکین ذکر شده، مانند میزان الاعتدال، لسان المیزان، المجروحین ابن حبان، قبلا کلیپاشو دیدید، روایتی را از اونجا که در زیر یک راوی ضعیف اومدن یک روایتی را از اون برای نمونه آوردن، اون روایت رو میاره بهش استدلال میکنه. از این دروغا ما زیاد پخش کردیم. این یکی از روش‌های تدریس و تلبیس قزوینی است. در اینجا اگر متوجه شده باشید نص رو نخوند، فقط گفت که در المغنی فی الضعفا این مطلب رو در آنجا هم ذهبی آورده هست، همون لحنی که خودشون دارن. چرا نمیخونه نص رو؟ چرا اون مطلبی که اومده در اونجا نمیخونه؟ حالا من خدمت شما ایزان نشون میدم. دوستان عزیز این تصویر رو نشون بدن. این کتاب المغنی فی الضعفا از امام الحافظ شمس الدین محمد ابن عثمان ذهبی. این صفحه 557. این هم روایتی که ایشون بهش استدلال میکنه. میگه که گفت که شخصیت شماره 5311. این 5311 در اینجا ببینید میگه محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله البخاری قدم بغداد طالب الحدیث علی رأس الخمسمية. این محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری همون سیبیلویی که قزوینی اشتباه گرفته بود. داستان همون داستان اولیه، فقط کتابا رو به اصطلاح یک مصدر جدید پیدا کرده آقای قزوینی، یا به قول معروف من نمیخوام اون اصطلاحات رو بگم. خب علی کل حال محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری قدم بغداد طالب الحدیث علی رأس الخمسمية و کتب عن الموجودین. ایشون در رأس قرن پنجم به بغداد اومد و از کسایی که در اونجا موجود بودن نوشت. قال ابن الجوزی و غیره. ابن الجوزی و غیر از او گفتن کان کذابا. ایشون چی بوده؟ کذاب بوده، دروغگو بوده. فاما یعنی و اما، همون و امای خودمون در فارسی. فاما ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل البخاری مولا الجعفیین. اما میگه ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری که صاحب کتاب صحیح بخاری است، فحجه امام ولا عبرت بترک ابی زرعه و ابی حاتم له من اجل لفظ. میگه فرق نمیکنه، اشکالی نداره، عیبی نداره که ابو زرعه ایشون رو ترک کرده یا ابو حاتم ایشون رو ترک کرده به خاطر همون قضیه لفظ. لانه مجتهد، به خاطر اینکه محمد ابن اسماعیل بخاری مجتهد بود فی المسئله در اون مسئله لفظی بالقرآن. بل و مصیب، بلکه حرف محمد ابن اسماعیل بخاری
صحیح بود، اجتهاد کرده بود در اون قضیه، اجتهادش درست بود. حالا به خاطر اینکه باب بسته بشه شاید بیان هیاهویی را بندازن بله آقای قزوینی اینجا به خاطر این مطلب رو ذکر کرده که اینجا ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری رو به عنوان یک شخصیت ذکر کرده، شماره گذاری هم کرده، شخصیت شماره 5311 و چون این کتاب المغنی فی الضعفا هست، پس به این خاطر این به عنوان یک شخصیت جداگانه در این کتابی که در مورد ضعفا نوشته شده این مطلب رو آورده. سبحان الله، علمای اهل سنت و خاصتا محققینی که این کتاب ها رو نوشتن میدونستن که احمقهایی مثل قزوینی دچار این اشتباه میشن، به خاطر همین در کتاب خودشون مقدمه زدن. در این مقدمه آوردن ذکر کردن که سبب این شماره گذاری اینا چی بوده. قبل از اینکه رو شماره گذاری بریم که چرا به عنوان یک شخصیت شماره گذاری کرده، در همین صفحه یا در مقدمه کتاب در اینجا میگه که قال فی ترجمه الحافظ الثقه بندار محمد ابن بشار رقم، یعنی شماره 5327 میگه ذهبی در مورد امام حافظ ثقه‌ای که محمد ابن بشار اسمش بود، شمارش هم 5327 میگه وقت چرا اینو شماره گذاری کرده در حالی که محمد ابن بشار از استادان امام بخاری است و شخصیت ثقه‌ای است، اما چرا اینو ذکر کرده؟ قلت، میگه جوابش دادم که لم اذکر بندارا و امثاله فی کتابی للین فیه عندی، میگه این شخص رو محمد ابن بشار رو به خاطری که در این شخص در الدین باشد یا لین الحدیث باشد به خاطر این ذکر نکردم، ولکن لعل یتعقب علی فیهم فیقول قائل فیهم مقال، میگه اینو به خاطر این ذکر نکردم که این محمد ابن بشار یا محمد ابن اسماعیل یا غیره اینها لین الحدیث بودن یا اینا در نزد من متروک هستن، بلکه فردا کسی نیاد بگه که خب فلانی رو که در موردش حرف و حدیثی بود شما در کتاب ذکر نکردی. هر آنچه که در مورد این شخصیت ها ذکر شده بود در اینجا چیکار کرده؟ آورده. جالب است بدانید که محمد ابن اسماعیل بخاری رو حتی ذهبی به عنوان یک شخصیت در کتابش ذکر نکرده. فقط در نسخه جدیدی که چاپ شده محقق این رو گرفته چیکار کرده؟ در اینجا من خدمت شما بزرگواران اینجا در صفحه قاف دوستان نشون بدن شماره 6 در اینجا علت شماره گذاری رو اومده محقق کتاب که دکتر نورالدین عطر هست این رو ذکر کرده، گفته فصلنا التراجم التي يوردها المصنف رحمه الله للتمييز، میگه اون شخصیت هایی رو که مصنف یا امام ذهبی صاحب کتاب رحمت الله علیه به اصطلاح جدا کرده. تمییز یعنی جدا کردن، مثلا این آدم خوبی است، این آدم بدی است، من این دوتا را از هم جدا میکنم، برای میگن تمییز. به قوله و اما فلان فکذا، در اونجا آورده بود که محمد ابن اسماعیل و عبدالله بخاری تا آخرش که کان کذابن، فاما یا و اما، میگه وقتی که با اما آورده من چیکار کردم؟ و جعلناها مستقل بنفسها، ترقیمش کردم، شماره گذاری کردم به شکل مستقل. و قد وقع لناشری کتب الرجال ایهام بل وهم ایضا بسبب ذلك، میگه برای بعضی از ناشرین کتب رجال در علم رجال این اشتباه یا این تصور رخ داده، بلکه دچار وهم شدن که این شخص یعنی محمد ابن اسماعیل بخاری هم به عنوان یک شخصیت ضعیف در این کتاب ذکر شده، در حالی که قضیه اینطوری نیست. قضیه اینه که ذهبی اومده گفته و اما فلان، به خاطر اینکه این شخص رو تمییز بکنه، جدا بکنه از اون شخص کذاب و دروغگو، میگه من چیکار کردم؟ اینم به عنوان یک شخصیت مستقل شماره گذاری کردم. بعد
این حرف کیه؟ حرف محقق کتاب هست. دوستان عزیز، من الان همون قسمت رو نشون بدم که شما تطبیقش ببینید. میگه محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری قدم بغداد الی آخره کان کذابا فاما ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل البخاری فحج امام ولا عبرت به ترک ابی زرعه. تا حالا قزوینی و نماینده‌ش و همه داد میزدن که بله دلیل تضعیف ما اینه که ابو زرعه و ابی حاتم و حرفاشو ذهبی آورده. ذهبی اینجا داره رد میکنه حرف ابی زرعه رو، میگه که ولا عبرت به ترک ابی زرعه و ابی حاتم له من اجل لفظ. بازم به خاطر اینکه ما میخوایم هیچ گونه شبهه‌ای در نزد بینندگان و هیچ گونه وسیله‌ای برای این آخوندهای مکار و حیله‌گر نمانه برای اینکه شبهه جدیدی ایجاد بکنن، تماس گرفتیم با یکی از کتابخانه‌های مشهور اهل سنت که مخطوطات کتاب‌های معتبر در اونجا نگهداری میشه و من جا داره که تشکر بکنم از کتابخانه دانشگاه اسلامی در مدینه منوره که به مجرد تماس ما لطف کردند و نسخه خطی این کتاب رو المغنی فی الضعفا رو برای ما ارسال کردند که این کتاب مخطوط به شماره 4728 دوستان اگر نشون بدن، مکتبه الجامعه الاسلامیه بالمدینه المنوره، شماره 4728 و 3582 در اینجا نگهداری میشه. المغنی فی الضعفا، نوع خطش خط مشرقی هست، مکان حفظ المخطوط الهند لکنو المکتبه الناصریه که این نسخه در اونجا نگهداری میشه. و این دوستان لطف کردن و این کتاب رو برای ما، اون قسمتی رو که ما نیاز داشتیم برای ما فرستادن. دوستان عزیز اگر لطف بکنن این رو نشون بدن. این صفحه مخطوط هست، همین مخطوطی که المغنی فی الضعفا که بهش اشاره کرده. تا در اینجا ما خدمت شما عزیزان نشون بدیم. اینجا میگه محمد، اینجا خوب دقت بفرمایید، محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله البخاری قدم بغداد طالب الحديث على رأس 500 وكتب عن الموجودين قال ابن الجوزي وغيره كان كذابا فأما محمد ابن اسماعيل مولى الجعفيين فحج امام ولا عبرة بترك ابي زرعه و ابي حاتم من اجل اللفظ. متوجه شدید؟ در اینجا هیچ گونه ترقیمی یا شماره گذاری و جدا شدن بین این دو شخص نیست. در اینجا محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری کذاب رو معرفی میکنه به خاطر اینکه احمق‌هایی در حوزه علمی قم و نجف اشتباه نگیرن. میاد میگه که و اما محمد ابن اسماعیل مولا الجعفیین فحج امام ولا عبرت به ترک ابی زرعه و ابی حاتم لاجل مسئله اللفظ. این بود از نسخه مخطوط این کتاب. تشکر میکنم از دوستان و اینم تصویر صفحه اول این مخطوط است. شاید جالب باشه عزیزان بیننده این رو ببینن. نسخه اول این مخطوط است. اینم شناسنامه‌اش در دانشگاه اسلامی مدینه منوره و اینم صفحه پایانی مخطوط و اینم به اصطلاح جلد کتاب هست، کتاب المغنی فی الضعفا و بعد الثقات جمع الشیخ الامام العالم الحافظ شمس الدین ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن عثمان ابن الذهبی. این از این و همچنین من خدمتون صفحه مقدمش هم اگر بتونم نشون بدم. بله اینم مقدمه کتاب مخطوط هست. من همیشه بینندگان عزیز شاهد بودن که جوابهای ما به این آخوندا جوابهای کوبنده‌ای بوده که هیچ وقت اجازه ندادیم که بیان و راهی برای فرار براشون نگذاشتیم. اینم دروغ جدید قزوینی که در روز پنجشنبه گفتیم. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم آقای انصاری، شب بخیر. علیکم السلام و رحمت الله ابو اسماء بزرگوار بفرمایید.
قربانت آقای انصاری، شما فرمودی این ابروشان رفت، الان ابروشان رفت آقای، مگر ابرو داشتن آقای انصاری؟ نه. ولی من امشب نمره میدم آقای انصاری. بله. نمره شما و آقای قزوینی، اون نه رقاصه اسمش نمیبرم. آقای شما 20 اونم 20. اون 20ش زیر صفره، شما 20 بالاست. زنده باشید ابو اسماء بزرگوار. قربان آقای انصاری نیم دقیقه به این وقت بده. بفرمایید. انصاری اینا حیا ندارن، چون اینا همیشه به جنگن با اسلام. الان ابروشان رفت، قرآن گذاشتن کنار، دیگه نمیتونن با قرآن. آمدن چیکار کنن؟ بخاری و خراب کنن. من به حرف شما بخاری آقای انصاری باور کن یه پرازیتی گذاشتن برای شبکه شما. الان در تلویزیون خودشان باور کن من خجالت میکشم اینا چه روی دارن. یعنی حرفای میگه شما ببین آقای انصاری میگه احمق، مگر شما احمق نیستی؟ اگر احمق نبودی الان شما نمیگی من پیروز شدم. از کجا این پیروزی آوردید؟ آقای قزوینی خواهش میکنم کم دروغ بود، ما خسته شدیم از کلید درست کردن. خدا حافظ آقای. تشکر از شما ابو اسماء بزرگوار، خدا نگهدار شما. تشکر از شما. بله سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ آقای انصاری، من عبدالله هستم. میگم که شما که دم از ادب و نزاکت میزنید. آقای عبدالله، آقای عبدالله برادر بزرگوار، جانم. الان کلیپی که من از قزوینی پخش کردم دیدید؟ ندیدم متاسفانه. نه. خب در طول برنامه ببینید، بعد تماس بگیرید برادر عزیز و بزرگوار. ببینید ما ایراد نداره. باشه. تشکر میکنم از شما. ببین وقتی ما میگیم مکار، میگیم دروغگو، این اسم علامسما هست بر اینها. کسی که دروغ میگه بهش میگن دروغگو. تشکر میکنم از شما. تماس میگیرم. پخش میکنید؟ بله. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. شبکه وصال حق. شبکه وصال حق، صدای شما داره پخش میشه. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از بان زنگ میزنم. احمدی هستم. آقای احمدی بفرمایید. بیننده گرامی صدای تلویزیونتون رو ببندید و با گوشی تلفن صحبت کنید. باشه در خدمتم. الو السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. آقای انصاری. آقای احمدی انصاری هستم، بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. من از شبکه شما خیلی تشکر میکنم و از همکارانتون. زنده باشید آقای احمدی بزرگ. خیلی تشکر میکنم. میخواستم به این رافضیا بگم که اینقدر پر روی نکنن و فوش و اینجور چیزا نزنن به صحابه پیغمبر. فقط همین. تشکر از شما برادر بزرگوار. الله متعال حفظتون کنه. ممنون، متشکرم. خداحافظ شما. خداحافظ شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. شبکه وصال حق. شبکه وصال حق، لطف کنید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید.
سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام. بفرمایید بیننده گرامی. این سوال شما میخواستم بپرسم شما بله. میخواستم بپرسم شما اهل سنی هستید؟ الحمدلله ما اهل سنت و جماعت هستیم، پیرو سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و افتخارم میکنیم. به امام علی اعتقاد دارین؟ اعتقاد به امام علی جز ایمان ماست. خب پس منظور از ابوبکر و اینا من سوادی ندارم، ببخشید اگه تو برنامه‌تون چیز حرفی بدی زدم. بله. فقط خواستم بپرسم یعنی منظور از اینا چیه؟ من نفهمیدم اصلا چه چیزی رو باید بدونم چه چیزی رو باید ندونم. باشه چشم، من در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما خواهر گرامی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید خواهر گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ از ایران زنگ میزنم. بفرمایید خواهر گرامی، صدا شما داره پخش میشه. ببخشید این کلیپی که اول شما پخش کردین که شیطان اومد با ابوبکر بیعت کرد، برای همین که این شیطان با ابوبکر بیعت کرد، چون ایشون باعث اختلاف بین امت پیغمبر شدن، این خواهرمون زنگ زد. هم همین حدیث صحیح هست که پیغمبر میخواستن بنویسن و این رو خودتون میدونید، در کتاب خودتون هم هست که میخواستن پیغمبر بنویسن وصیت‌های بعد از خودشون رو، وصایایشون رو، 12 امام رو، اوصیا رو انتخاب کنن و بنویسن و عمر گفت ان الرجل لیهجر و ایشون به همین جهت اختلاف ایجاد کردن اونجا و سر و صدا شد. پیغمبر اونا رو از منزل از خونه گفتن بریم بیرون، در کنار بستر پیغمبر صلاح نیست که سر و صدا و مشاجره باشه. و بعد از این رفتن بیرون، اینها رفتن بیرون، آقا پیغمبر اکرم امیرالمومنین و 2-3 تا از صحابه خاص رو درخواست کرد و ایشون درخواست قلم و کاغذ رو آوردن و پیغمبر وصیت کردن و 12 اوصیا رو انتخاب کردن و نوشتن و این هم در کتاب اسرار آل محمد علیهم السلام نقل شده که یک به یک 12 امام آقا پیغمبر اکرم نام بردن که در کتاب سلیمان نوشت که من از روش براتون میخونم. همچنین فرمود من شما را شاهد میگیرم که برادرم و وزیرم و وارثم و خلیفه‌ام در امتم علی بن ابی طالب است و سپس حسن و بعد حسین و بعد از آنان 9 نفر از فرزندان حسینند که یکی اونها رو باز در بعدش نام بردم. این بود که شما الان میگیم ننوشتن و میخواستن ننویسن یا اول ابوبکر نوشتن، بعدش پیغمبر این رو نوشتن، ولی چند تا از اوصیاء نزدیک آقا که خود آقا امیرالمومنین و که پیغمبر خواهر گرامی این آقا رؤوف با شما نسبتی دارن؟ بله. آقا رؤوف با شما نسبتی دارن؟ همین که داره به شما یاد میده که این حرفا رو بزنید. 7 هفته پیش، یعنی حدود 1.5 ماه پیش، از همین شماره شما آقای رؤوف زنگ زده بودن، شوهر شما هستن، برادر شما هستن. گوشی رو بدید دست ایشون که ایشون صحبت بکنن، شما خودتون رو اذیت نکنید دارید از رو میخونید. دارن در گوشی به شما یاد میدن. ولی گفته بودن همین الان من صدای ایشون رو شنیدم. الان یه خواهر اومد. خواهر
خواهر گرامی از همین شماره 7 هفته پیش آقا رؤوف زنگ زده بودن که الان دارن در گوشی به شما یاد میدن، صداشون همه بینندگان شنیدن، دارن به شما یاد میدن. گوشی رو بدید دست خودشون که خودشون صحبت بکنن. خب نه الان که نیستن، من دارم از رو کتاب براتون میخونم دیگه. خواهر گرامی در این شما ادعا میکنید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سیدنا علی رو طلب کرد و اسم 12 امام رو نوشت و دست ایشون داد. یک روایت بیارید از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که این نامه پیامبر رو آورده باشه، به مسلمان ها نشون داده باشه، گفته باشه ای مسلمان ها اینم نامه پیامبر، اینم 12 امامتون که دیروز عمر نذاشت بنویسه، امروز پیامبر نوشت. در کجا اینو آورده نشون داده به مردم؟ خب وقتی پیغمبر خودش فرموده دیگه علی علیه السلام چه لزوم داره که بگه؟ بابا این چه نوع امامتیه که حضرت علی باید پنهان بکنه؟ پس سبب اختلاف امت خود حضرت علی شده که اینو پنهان کرده. اگر اینو آشکار میکرد دیگه کسی نمیومد انکار بکنه. خب نه، اونجا پیغمبر اکرم اونجا میدونست که اونا قبول نمیکنن، اونجا سکوت کرده. اگر میدونست که قبول نمیکنن، کسانی که در غدیر خم علی تعیین شد قبول نکردن، در یوم الدار تعیین شد قبول نکردن، در روز غزوه تبوک تعیین شد قبول نکردن، دیگه با این نامه‌ای که دست حضرت علی داده بود که قبول نمیکردن، فایده ای نداشت، پس نوشتن. بله. تشکر میکنم. لازم نبود که اونا قبول کنن، هر کی انسان خوبی بود و حرف پیغمبر رو قبول کرده قبول میکرد دیگه. در همون زمان خلافت خود خواهر گرامی من یک سوال دیگه از شما بپرسم. همین شما فرمودید که پیامبر اسم 12 امام رو نوشت داد دست حضرت علی، گفت اینا بعد از من جانشین تو هستن. غیر از حضرت علی یکی دیگر از این اماما، حضرت علی و امام حسن، کسی دیگری هم تونست که جانشین بشه برای پیامبر؟ بله دیگه، امام حسین علیه السلام پس این جنگ رو اینا چی شد و الان امام زمان علیه السلام غایبن دیگه، که الان انقدر بحث میکنیم که امام زمان تشکر میکنم خواهر گرامی. یک کمی اگر به عقلمون فشار بیاریم، بعد از حضرت علی و 6 ماه امام حسن هیچ کدام از این ائمه به خلافت نرسیدن، هیچ کدام از این ائمه نتونستن که مسلمان ها را رهبری بکنن. پس عملا حتی اون چیزی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نوشتند عملی نشد. این اعتقاد شما هست. تشکر میکنم از شما خواهر گرامی. من امیدوارم که آقا رؤوف بزرگوار یعنی خودتون تماس بگیرید صحبت کنید. این خوب نیست این روش که مثلا خانومتون رو بندازید جلو در گوشی بهشون یاد بدید مطالبی رو که دوست دارید که خودتون مطرح نکنید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ الو. بله بفرمایید. سلام و رحمت الله. الو. آقای محترم لطفاً صدای گیرندتون رو ببندید و با گوشی تلفن صحبت کنید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای حسنی. علیکم السلام و رحمت الله. من شرمنده یه سوال داشتم. اسمتون؟ مصطفی عربم. آقای مصطفی بفرمایید. برادر گرامی، برنامه پرسش و پاسخ نیست، در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم اگر صحبتی دارید میشنویم از شما. میشد این شماره واتساپتون روی تلویزیون بذارید ما بتونیم برداشت کنیم؟ چشم. دوستان عزیز در اتاق فرمان شماره واتساپ شبکه رو زیرنویس بفرمایید. تشکر از شما برادر گرامی. نمیشه یه سوال خصوصی بپرسم؟ خیلی کوچولوئه. والا سوالات شرعی من پاسخ نمیدم، در مورد موضوعات برنامه اگر مطلبی دارید میشنویم. خیلی ممنون، بابت این سوال داشتم بعد زنگ میزنم. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. اینم شماره واتساپ شبکه، دوستان میتونن یادداشت کنن. بله بفرمایید. شبتون بخیر. شب شما بخیر. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید و خودتون رو معرفی کنید. بله چشم. الان
آقای محترم از فرصت استفاده کنید، بفرمایید. بله خواهش میکنم. میخوام شبکه رو ببندم، متاسفانه گیر کرده. ببخشید اجازه بفرمایید. بله میخوام از آقای انصاری تشکر کنم به خاطر تمام صحبتاش. و آقای انصاری جون، برادر عزیزم، خیلی دوست داریم. سلامت باشید. اینقدر دوست داریم که یعنی قلب من الان اینقدر سنگین شده نمیتونم باید پس بزنم. سلامت. برادرم عزیزم، روزی 2-3 بار خودت نشون بده که من آرامش بشم. من از شما تشکر میکنم بابت همه این صحبتهایی که فرمودی و درسی به این آقایان دادیم تا آخر عمرشون فراموش نشه. ممنونم از شبکتون، دستتون در نکنه، خیلی خیلی دوستتون داریم. سلامت باشید. همتون دوست داریم، نه تنها شما. سلامت باشید. همه شبکتون ها، از اون کوچیکش تا اون بزرگترش گرفت. سلامت باشید. ممنونم از شما عزیزم. تشکر. قربون چشات برم. سلامت خدا حافظ شما، لطف کردید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشین آقای انصاری. سلامت باشید. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ آقای انصاری، من حمید هستم، از تهران زنگ میزنم. آقا حمید بزرگوار، بفرمایید برادر عزیز. حالا شما خوبه؟ شرمنده من بالاخره تونستم بگیرم بعد از چند وقت. اصلا نه گوشیم آنتن میداد، توی جای رفته بودم شهرستان اصلا هم آنتن نمیده، ولی خب بالاخره تونستم بگیرم یه عرض ادبی خدمت شما کرده باشم. سلامت باشید. خوشحال شدیم صدای گرم شما رو شنیدیم آقا حمید بزرگوار. سلامت باشین. فقط من در مورد موضوع برنامه های انصاری، من سواد درست حسابی ندارم، زیادم واسم مهم نیستش بخوام حالا علمای ما، آخوندهای ما اینا چی گفته باشن، زیاد واسم شما خودتون واسم مهمین، حرفای شما واسم مهمه، اینا واسم مهم نیستن. اینا حرف زیاد میزنن، عمل نمیکنه، حرف دیگه مفت میزنه، دیگه دهن باز میکنه، حرف مفت میزنه. خب حرفی نیستش تو این. در هر صورت دوست دارم میگم، فقط من اینو می‌خواستم بگم، فقط قسم از زنگ زدن، فقط تشکر از شماست، چون من یه آدمی بودم آقای انصاری، حتی دلم میخوام بزنم یعنی یه آدم یعنی بی‌در و پیکر بودم، یعنی یه آدم درستابی اصلا نبودم، یه جوان 25-26 ساله هستم، یعنی یه کار درستابی تو این دنیا تو این 25 سال نکرده بودم، ولی از موقعی که حدود 1 سال برنامه شما رو دارم نگاه میکنم، خدا وکیلی بگم از این رو به اون رو شدم، باور نمیکنی. الله اکبر. یعنی زمین تا زیر زمین من فرق کردم، یعنی خداشناس، یعنی به سنت پیامبر، یعنی دارن یکی عمل میکنن، بلاخص که یعنی همه برنامه شما رو یکی به یکی، به خصوص برنامه شما رو نگاه میکنن، یعنی هیچ شبکه دیگه اصلا نمیزنن، تلویزیون باز میکنن فقط کانال شما، همینو بس، چیز دیگه باشه اصلا نگاه نمیکنن، تلویزیون میبندن. الله اکبر. فقط من زیاد وقتتون نمیگیرم، فقط قسم از زنگ زدن و مزاحم شدن وقتتون گرفتن این بود که من از شخصا از شما، از برنامه‌تون، از دستاندرکارتون واقعا تشکر، سپاسگزاری داشته باشم. و همین دیگه، اونقدر یه خوشحالم، اونقدر حرف دارم که یعنی قلبم میزنه، نمیتونم ابراز احساسات کنم از خوشحالی که. سلامت باشین آقای انصاری. من دوباره اگه در فرصت بخش شد هر هفته سعی میکنم باهاتون تماس بگیرم و از ادب خدمت شما داشته باشم. زنده باشید آقا حمید بزرگوار. قربان شما، خدا حفظتون کنه. سلامت باشید شما رو همچنان. خدا حافظ شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. سلامت باشید. استاد انصاری، من تبریک میگم بابت پیروزی آقای شریفی. من هفته پیش خواستم تماس بگیرم، نشد. بفرمایید برادر بزرگوار. فقط یه پیغام من داشتم گذری شبکه ولایت نگاه می‌کردم. فقط یه پیغام دارم اینجا برسونید، این بهشالا ببینن این دوستای آقای ابوالقاسمی بهشون برسونن. بفرمایید. یعنی اونایی که شما فکر میکنید ما نیستیم. من میشون فکر میکنه بیننده‌های شبکه‌تون چارپاهن، درازگوشن، چیان. همش داره از اول برنامه داره دروغ میگه، به خدا ما نیستیم، ما دیگه فهمیدیم همه چیو. دیگه تمام شد، ما یه طرفه میگفتید. اصلا یه چرت و پرت خودتون رو برنامه ولی حتما ببینید که برنامه همزمان با شما هم گذاشتن. یک دروغا و چرندیاتی میگه با اون نیشخندای کثافتانش.
آدم به خدا حرفش رنگ ندونه نگاه میکنه. بابا دیگه ما خر نیستیم که به خدا ببخشید مربوط شبکه شما میزنم اما اصلا انقدر خورده، ولی به خدا نمیدونم اونایی که نگاه میکنن شبکه ولایت رو ابوالقاسمی و قزوینی فکر میکنن چارپان آدم نیستن، حیوانن، نمیفهمن این آقا داره دروغ میگه. جرأت داری کل مناظره رو پخش کن آقای ابوالقاسمی، جرأت داری پخش کن، چرا تیکه تیکه میبردی برای خود میگی و میخندی و موضوعی هم تایید میکنه و تو هم بله بعدا میگی مردی جرأت داری پخش کنی کامل دیگه. انقدر اون شریفی هفته پیش تو پرت گفت شما عصبانی شدی بهش برگشتی گفتی احمق، حالا اون احمقو پخش کرده میگه که دیدی پشت داد. خب بابا آقای انصاری تحمل کرد شما رو، اگر من بودم همین ذات شیعه‌گری من که تو مونده باور کن 10 تا بدتر از اون با آقای شریفی میگفتم، انقدر اصلا ما خوب کرد. شما یه احمق به اونا گفتی اصلا ناراحت شدم میگه به اون گفت احمق توهین کرد. بابا تو به امام بخاری توهین کردی، به قول شما به امیرالمومنین حدیث توهین کردی. درست استاد ببخشید من خور استرس شدم اصلا خودی شبکه‌ای داشتم گفتم. تشکر از شما، زنده باشید، الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. ما یعنی این روش ما نیست که بیایم کلیپ درست بکنیم تیکه تیکه مناظره رو پخش بکنیم. ما مردانه کامل پخش کردیم، دیروز 3 مرتبه، پریروز 3 مرتبه پخش کردیم، 1 مرتبه هم امروز پخش شد و فردا هم پخش خواهد شد و پس فردا هم پخش خواهد شد. به مدت 1 سال انشاءالله هر موقعی که ما 2 ساعت خالی داشته باشیم در پلیلیست شبکه انشاءالله پخش خواهیم کرد. اگر واقعا شما بر حق هستید، دینتون، مذهبتون، راه و روشتون کامل پخش بکنید. من دوستان عزیز فقط اگر که لطف بکنن من این صفحه رو نشون بدم. ما فکر نکنید که ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. اینم دوستان عزیز در اتاق فرمان این کلیپ هایی است که نمونه ای که یعنی من وقت کردم که فقط همینا رو آماده بکنم. دروغ هایی که چیز میگه همین نماینده آیت الله قزوینی، شما ببینید یکی این دروغش رو من پخش میکنم خدمتتون. بخون چیه؟ در رابطه با افعال تالین که نامیده میشه به مسئله افعال آیندگان. نه خب ببینید میگه افعال تالین یعنی افعال آیندگان. اول که نمیخوند، اول که نمیگفت این کتاب چه کتابیه، اصلا اسم کتاب رو هم جرئت نمیکرد بیاره. بعد که گفتم ترجمه کن گفت افعال تالین. بعد دفعه دوم که مچش رو گرفتم ببینید که چه ترجمه میکنه. افعال تالین یعنی چی؟ افعال تالین یعنی افعال خوانندگان. افعال تالین یعنی افعال خوانندگان. این من یک مطلب دیگری رو نمونه ای از جهالت اینو ببینید. 5 تا قاعده در رابطه با تضعیف یک راوی رو ذکر کردن، از جمله کتاب فتح المغیث به شرح فقیه الحدیث. فتح المغیث به شرح الفقیه الحدیث. من همینجا تحدی و چلنج میدم به آقای شریفی نماینده آیت الله قزوینی و همه شبکه به اصطلاح کارمندان شبکه ولایت که برن تو کتابخونه‌های خلف و سلف شیعه و سنی این کتابو پیدا بکنن. این احمق، حالا شما ببینید به این که احمق نگه انسان به کی بگه؟ الفیت الحدیث رو میگه الفقه الحدیث، الفقیه الحدیث. یک بار دیگه کلیپ رو توجه بکنید تا ببینید جهالت این نماینده قزوینی رو. 5 تا قاعده در رابطه با تضعیف یک راوی رو ذکر کردن، از جمله کتاب فتح المغیث به شرح فقیه الحدیث. فقیه الحدیث، الفیت الحدیث رو الفقیه الحدیث میخونه. خب حداقل این اسم کتابا رو برید یاد بگیرید. پریروز بود من یعنی میگم که بی حیاتر از اینا، چون اینا همه شاگردانی هستن که مدت زیادی رو خارج از اون اندازه 6 ماه در قهوه‌خانه گذراندن، به خاطر همین بی حیا شدن. کسی به اسم زارعی هست، بارها آبروش ما بردیم تو این برنامه، خب بازم از رو نمیره. زنگ زده که بله اینا نمیدونم نمیتونن جواب ما رو بدن، نمیتونم، من تبریک میگم این مناظره رو فلان ما بردیم و شیرین کام شدیم و فلان شدیم اله و بله. همین آقا من چرا نخواستم به
شبهات اینا پاسخ بدم، چون میخواستن وقت ما رو تلف بکنن. و زن کتاب میاره عقیدت الواسطیه، میخونه عقیدت الوسطیه. من کلیپشو نشون دادم. 2 ساعت برنامه گذاشتن در موردی که ثابت بکنن کربلا بر کعبه افضلیت داره. بعد از اینکه ما کلیپی پخش کردیم در رد این که آخوندا در خودشون و در کتاباشون معتقد هستن، قزوینی هم معتقده، همشون که کربلا بر کعبه افضلیت داره. این کلیپ شما پخش کردیم، در این برنامه بینندگان تماس گرفتن، در موردش صحبت شد. بعد رفتن اینو 2 ساعت کامل برنامه گذاشتن که پاسخ بدن به ما. شما رو به خدا تصور کنیم پاسخشون چی بوده. بله، حرمت یک مؤمن در نزد خدا از حرمت کعبه بالاتر است. این روایت در کتب اهل سنت آمده است. کتاب فلان جلد فلان، کتاب فلان جلد فلان، کتاب فلان. خب نتیجه چون که حرمت یک مؤمن در نزد خدا از حرمت کعبه بالاتر است، به خاطر همین که امام حسین هم یک مؤمن بوده، بلکه اشرف مؤمنین بوده، حرمت امام حسین بر کعبه بالاتر است، بنابراین حدیثی که در کتب اهل سنت است. ببینید انقدر خنگن، انقدر جاهلن، انقدر احمقن که مثلا من نمیگم سنی، یک شیعه مؤمن رفت در لاس وگاس، رفت در کالیفرنیا، رفت در پکن، رفت در مثلا فرانسه، در پاریس، در یکی از اماکن بدنام دنیا، در اونجا از دنیا رفت. آدم مؤمنی بود، متقی بود، رفته بود برای علاج، بیمار بود، رفت اونجا مرد. آقا بعد بیاید لاس وگاس رو افضل بر کعبه بدانید به خاطر اینکه حرمت یک مؤمنی که در اونجا دفن هست بر کعبه بالاتر است. این منطق زاری و شریفی و ندایشیه و همین که برنامه میگذاشتن. خب من موندم که به این چی جواب بدم، چی بگم به این کسی که اینطوری منطقش باشه. آدم بهش چی بگه؟ بخنده، گریه کنه؟ یعنی ما همین حدود 3-4 ماه میشه که اینا همه بسیط شدن که بیان فقط از یک دروغ استادشون که گفته ذهبی امام بخاری رو گفته که ثقه نیست دفاع بکنن. ما بارها گفتیم به زبان فارسی فصیح که برادران عزیزان یک جمله کوتاه از امام ذهبی بیارید که گفته باشه من شمس الدین ذهبی میگم که محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری ثقه نیست و ضعیف است. اینکه این همه به سر و کله زدن نمیخواد، خیلی راحت، خیلی ساده. اگر ما بخوایم کلیپ ها رو پخش بکنیم، اگر ما بخوایم این تقطیع بکنیم، مناظره رو هر کدومش رو پخش بکنیم، از توهین ها، از فحشاش، مثلا ببینید یک نمونه. کلیپ قزوینی رو پخش کردم، گفته ذهبی میگه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست، اینجا میگه ثقه هست. جواب من رو در اینجا بده، چرا قزوینی به امام ذهبی دروغ بسته؟ این نفاق ذهبی رو نشون میده، این نفاق قزوینی رو نشون میده. ببینید میگه این، یعنی به امام ذهبی یکی از ائمه بزرگوار اهل سنت میگه که منافق. این یک نمونه. نمونه دیگری از توهین هاشو من خدمتتون پخش بکنم. آقا چرا حرف منو قطع میکنید؟ تو قول ندید 5 دقیقه ساکت باشی. اگر که چپ و راست رفتی من گفتم که من قطعت میکنم. خائنی هستی که تو حرف میپری تا وقت میپری داری. فحاشی نکن. من قطعت میکنم. خائنی هستی که تو حرف میپری تا وقت میپری داری. فحاشی نکن. رفتی من گفتم که من قطعت میکنم. خائنی هستی که تو حرف میپری تا وقت میپری داری. فحاشی نکن. من گفتم که من قطعت میکنم. فحاشی نکن. این در 10 دقیقه اول مناظره بود که هنوز هیچ حرفی رد و بدل نشده بود. به من گفت کذاب، خائن و منافق. هدفش چی بود؟ یعنی اینا که میان کلیپ ها رو پخش میکنن میگن که توهین کردیم ما با اینا. به خاطر این است که به مردم سیانمایی بکنن، بگن که بله چون اینا توهین کردن و به ما وقت ندادن و فلان از این حرفا. این هی به من توهین میکرد، میخواست که من صداشو قطع بکنم که بعد بره سر صدا را بندازه که بله منو قطع کردن و باختن و ما بردیم و فلان و از این حرفا. به خاطر همین توهینا رو من تحمل کردم. به من توهین کرد، گفت کذاب، خائن، منافق در شروع مناظره. هنوز هیچی هم رد و بدل نشده بود. بعد به شیخ عبدالقدوس دهقان، مولانا عبدالقدوس دهقان توهین کرد، ایشون فحش داد، من هیچی نگفتم. به امام ذهبی گفت منافق، من چیزی بهش نگفتم. بارها به من خائن گفت، منافق گفت، توهین کرد. من در جواب
بهش همیشه اینو تاکید میکردم که تو بیا ثابت بکن که امام ذهبی در کجا گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. حالا من این کلیپ ها رو تیکه تیکه ها رو بگیرم کنار هم دیگه بذارم و این کارو خواهیم کرد. حالا که اینطوری سیاه‌نمایی کردن، من همین برنامه‌ای که امروز گذاشتن انشالله در هفته آینده بررسی خواهیم کرد، قسمت‌هاشو پخش خواهیم کرد و کلیپ توهین‌ها، کلیپ دروغ‌ها، کلیپ تدلیس‌ها، کلیپ فحش‌ها، هر کدومش رو جدا جدا تبدیل به کلیپ خواهیم کرد و بارها پخش خواهیم کرد تا یاد بگیرن، به اصطلاح ببینن، متوجه بشن بینندگان که تربیت حوزه علمیه چطوریه، تربیت آیت الله قزوینی که ایشون رو نماینده تعیین کرد. تازه این بیچاره یعنی خودش هم فریب خورده، خود شریفی هم فریب خورده. قزوینی با زیرکی تمام ایشون رو جلو انداخت که هر بلایی که بیفته به سر این بیچاره بیفته و خودش رو کنار بکشه. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید خواهر گرامی، کمی بلندتر صحبت کنید، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید. کمی بلندتر صحبت کنید دوستان، صدا را اگر تقویت کنند در استودیو. بفرمایید. شیرآقا هستم از ولایت هرات. سلام برسونم برای شما. شیرآقای عزیز و بزرگوار، بفرمایید برادر گرامی، صدای شما داره پخش میشه. آقای انصاری خوب هستین؟ سلامت باشید برادر عزیز، الله متعال حفظتون کنه. سلامت باشید، زنده باشید. شما خوب هستین؟ زنده باشید. بفرمایید برادر گرامی، در رابطه با کلیپ هایی که پخش شد اگر صحبتی دارید در خدمت شما هستیم. در رابطه تو صحبت ندارم، فقط صدا شما باشین و خیلی خوشحال. سلامت باشید شیرآقای عزیز، الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. سلامت. خدا نگهدارت. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد، خسته نباشید، وقت عالی بخیر. سلامت باشید. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ نورالدین هستم از مشهد. آقای نورالدین از مشهد، بفرمایید برادر گرامی. استاد واقعا ما از شما برنامه خیلی خوبتون تشکر داشته باشیم. یکی در مورد صحبت‌های خواهر بزرگوارمون که در مورد دروغ بیان به حضرت عمر که گفتن در صحیح بخاری هم اومده، من این سوال دارم از این خواهر که مگه پیامبر سواد داشتن که بگن که شما قلم کاغذ بیاری که من چیزی اونیستم؟ در چیز جانه اومده که خود پیامبر کاتب وحی بوده، پیامبر حامی وحی بوده، وحی که برای مردم ابلاغ میکرده و کسایی بودن که وحی رو نوشتن که بهشون میگن کاتبان وحی. در اون جلسه هم که میگن حضرت عمر گذاشت، خب بابا کاتبان وحی زیادی بودن که میدونست پیامبر بگه تا اون کاتبان وحی یادداشت کنه. چرا پیامبر به کاتبان وحی نگفت که این مطلب رو شما یادداشت کنید داشته باشین؟ خود پیامبر نمیخواد قلم کاغذ بیاره برای کاتبان وحی. بله. یه وقت هم نگفته شما قلم کاغذ بیارین که من میخوام مثلا نایدم. کاتبان وحی وقتی پیامبر وحی میخوندن، کاتبان وحی اون یادداشت میکردن. همون کاتبان وحی چرا پیامبر نگفت کاتبان وحی شما تو وحی داریم می‌نویسین؟ من پیامبر خودم هیچ چیزی نمیگم. میگه وقتی که من دارم میگم وحی از طرف خداوند، حالا مثلا آیه رو ذهنم نیست. چرا خود پیامبر نگفت که بنفر عمر نگذاشت که قلم کاغذ بیارن؟ چرا پیامبر نگفت آقا من به عنوان بعد از من حضرت علی به عنوان خلیفه شما؟ این که به دوام نداره. آیا همین حرف رو گفته؟ بعد چرا خود حضرت علی نیومد بعد از حرف خودش دفاع کنه؟ شما که امامت جزء اصول دین خودتون میدونید، یعنی حضرت علی روی یکی از اصول دین و اصول مذهب پا گذاشته. یعنی مذهب شیعه اصلا قبول نداره. درست. چه امامت قبول نداره؟ اگه امامت خودش قبول می‌داشت، امامتی که من عند الله است به وحی شیعه، چرا حضرت علی از امامت خودش دفاع نکرد؟ در کجا اومده؟ درست. خود حضرت علی بعد چند وجه که خدمت رسول خدا را انجام داد، خود حضرت علی اومد در مسئله دست حضرت ابوبکر بالا دفاع مجلس توجه کنه که من با حضرت ابوبکر بیعت کردم. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوب شما. تشکر آقا نوریدین بزرگوار، الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما.
بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من میخوام با جناب محمد انصاری صحبت کنم. شما دارید با من صحبت میکنید، صداتون داره پخش میشه. بفرمایید برادر عزیز. خب من حاجی میرعبدالسلام از ولایت پروان افغانستان با شما صحبت میکنم. برادر عزیز میرعبدالسلام بزرگوار بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. هدف از این تماس این بود که اولا به شما و به تمام کارکنان وصال حق میخوایم که سلام عرض کنم. علیکم السلام و رحمت الله. بکنم در مقابل از این خوارجی که هرگز نخواستن مردم به حقیقت برسه و هرگز نخواستن که کسی چیزی را بفهمه. زمان حضرت علی کرم الله وجهه گفته بود که کسانی هستند که با دوستی با ما به دوزخ میرن و کسانی هستند که با دشمنی با ما به دوزخ میرن. ولی به یقین ثابت من مناظر شما را دیشب با یکی از امی خوارج که به نام شریفی بود من مناظرتان را دیدم. واقعا دستان شما از بوسیدن است. سلامت باشید بزرگوارید شما برادر بزرگوار. سلامت باشید. سلامت باشید. من یک سوال داشتم از شما، خدا کنه در شبکات برنامه باشه. بفرمایید. یکی از سوالای شرعی است که وقتی که پسر نزد پدر فوت میکنه، یعنی پسر وارثش از حق پدر یا از حق مادر متوفا محروم میشه. یعنی شریعت قرآن محمدی صلی الله علیه و سلم با این مسئله چه رقم حکم داره؟ پسری که در نزد پدر فوت میکنه. باشه این موضوع رو انشالله من با جناب مولانا عبدالقدوس دهخان مطرح خواهم کرد، ایشون پاسخ شما رو میدن. تشکر از شما برادر عزیز. خب من دستان شما رو میبوسم. سلامت باشید. الله متعال شما رو حفظ بکنه. شما بزرگوارید. تشکر از شما. شما سلامت باشید. من اظهار خوشی میکنم که شما چنین برنامه‌ای دارید که میتوانید صدای حق و عدالت به گوش تمام مسلمین جهان برسانید. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر از شما. خیلی میبخشید که من قطع کردم تماس شما رو، متوجه نبودم. امیدوارم اگر که صحبتی دارید دوباره تماس بگیرید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. لطفا خودتون معرفی کنید. از کجا زنگ میزنید؟ من استان یزد دارم زنگتون میزنم. اسمتون؟ آقای انصاری. الو. بله اسم شما؟ الو. من جلیل بودم استان یزد زنگتون میزنم. آقا جلیل از یزد بفرمایید بیننده گرامی. لطفا صدای گیرنده‌تون رو ببندید. خسته نباشید. سلامت باشید آقا جلیل. صدای تلویزیونتون رو ببندید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید قربان. سلامت باشید. آقای انصاری لطفاً خودتون رو معرفی کنید. از کجا زنگ میزنید؟ محمد هستم از ایران. آقا محمد از ایران. بفرمایید آقا محمد در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم اگر صحبتی دارید در خدمت شما هستیم. انصاری اولا اینا که مشخص دروغ بگن، خواستم یه آیه از قرآن که میفرمایند رسول الله والذین معه، این آیه رو بذارید اونجایی که میگه اونهایی که با یاران پیامبر کینه‌ورز هستن کفارن. خواستم این برادران تشیع خودشون رو با این آیه تطبیق بدن. بله. ببینیم کجای این آیه قرار دارن. درست. ممنونم. خدا نگهدار. تشکر از شما. الله متعال حفظتون کنه. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری، خوب هستین؟ سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید. از کجا زنگ میزنید؟ چراغ هستم از ولایت هرات شما تماس میگیرم. بفرمایید برادر عزیز و بزرگوار. صدا شما داره پخش میکنه. یعنی برنامه دو هفته شما رو من ندیدم. چی رقم بوده؟
همه میشه کنسلگی بدیم برمون. بله انشاءالله دوستان در تکرار برنامه رو فردا پخش خواهند کرد. زیرنویس شبکه رو ببینید، حتما انشاءالله زیرنویس خواهد شد که تکرار برنامه هفته گذشته و گفتگویی که صورت گرفته کی پخش میشه. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بله من محمد مهدی بختیاری هستم، از تبریز مزاحمتون میشم قربان. از تبریز، بفرمایید آقا محمد بزرگوار. خسته نباشید استاد. من یه چند تا سوال از محضرتون داشتم. یکیش این بود که شما دیروز با آقای شریفی یک حالت مناظری یا یه همچین چیزی داشتید، بعد در مورد اون کتابی که شما با ایشون داشتید مباحثت میکردید در اون مورد، من یه چند تا سوال در مورد اون کتاب داشتم. یکی از این سوالا این بود که اون کتابی که شما نشون دادید مربوط به کدوم انتشارات بود؟ کدوم کتاب؟ اسم کتاب چی بود؟ ما چندین کتاب نشون دادیم. اسم کتاب رو نمیتونم بهتون بگم. همونی که دیروز شما با آقای شریفی اولین کتابی که در مورد آقای ذهبی بود اگه اشتباه نکنم، شما فرمودید اسم آقای بخاری درونش نیست. اگه عنایت بفرمایید در ذیل اون کتاب انتشاراتش رو نوشته. یک. دوما جناب آقای انصاری بزرگوار، شما که اگر عالم هستید و این تصدیق میفرمایید که شما مثلا برنده مناظره دیروز بودید، یک چند تا کلیپ رو الان همین شبکه ولایت همین الان آقای ابوالقاسمی داشت پخش میشه. شما اگر چنین مرد قوی هستید در مورد علوم و چنین اشخاصی رو دارید، لزوم نداره شما آخوندهای قم و مشهد و نجف رو بهشون توهین بکنید، کذاب برامیدشون. عزیز بزرگوار من، قربونتون برم. من آقای بزرگوار، من تشکر میکنم از نصیحت شما آقا محمد عزیز. آقا محمد عزیز، شما الان به صفحه تلویزیون نگاه بکنید، من اسم کتاب رو نشون بدم، قدم قدم بریم جلو، بعد در مورد ادبیات هم صحبت خواهیم کرد. بله این کتاب رو دوستان نشون بدن. این کتاب دیوان ضعفا و المتروکین بود. این دیوان ضعفا و المتروکین چاپ دارالقلم بیروت لبنان. این کتابی بود که ما نشون دادیم که به دروغ یک لحظه آقا من حرفم تموم نشده. بله دارالقلم بیروت لبنان گفتن که بله این نسخه‌ای که آقای انصاری نشان داد نسخه وهابیا بود که اسمشو تحریف کرده بودن. من الان نسخه وهابیا رو هم نشون میدم. این کتاب است، اسمش دیوان الضعفا و المتروکین. اسم کامل همین کتاب این نسخه ای است که یک لحظه برادر بزرگوار جانم عزیز قربونتون برم، چند لحظه بیارید روی اون عنوان کتاب استاد بزرگوار. عنوان کتاب رو همینجا من دارم میبینم، فدای شما بشم. یک لحظه زوم بکنید. دوستان زوم بکنن. تمنا میکنم استاد بزرگوار. ببینید استاد عزیز. بله این دیوان ضعفا و المتروکین ببینید. بقیه‌اش چی شده استاد اسم کتاب؟ بله ضعفا. بله دیوان ضعفا و المتروکین. آقایون اومدن. بله آقا اومد. عزیزم شما نمیذارید که من حرفم شما نمیذارید من صحبتام منعقد بشه. بعد من یه خورده عجول هستم، عذرخواهی میکنم از مصدقتون. شما عالم هستید، بنده علم حضرت علی رو ندارم. بعد عنایت بفرمایید من سوالاتم رو پاسخ بدید. شما دارید روشنگری میکنید بنده رو. عنایت بفرمایید اون اول کتابی که نشون دادن ادامه داره اون عنوان کتاب. بله الان یک لحظه من شما نمیذارید من صحبتام منعقد بشه. این کتاب 2 جلد هست. این کتاب 2 جلد هست، دیوان ضعفا و المتروکین. این چاپی است که در بیروت لبنان، یک لحظه، چاپی است که در بیروت لبنان. این یکی از کلیپ هایی بود که من باید جواب میدادم. خوب شد که شما تماس گرفتید گرچه ارزش جواب دادن نداره. این کتاب در دارالقلم. یک لحظه آقای محترم، آقا محمد بزرگوار، من تمنا میکنم اجازه بدید صحبت‌های من منعقد بشه. من در خدمت شما هستم، هر چقدر خواستید صحبت بکنید، من سکوت میکنم. اینجا نوشته، دوستان نشون بدن، چاپ دارالقلم بیروت لبنان.
اینا نه وهابی هستن نه داعش هستن به قول شبکه ولایت. اینا در لبنان شرکت تجارتی از این کتاب رو چاپ کرده. بعد مسئله‌ای که بهش اشاره کردن گفتن که این چاپ آقای انصاری چاپ وهابیا رو نشون داد و چاپ وهابیا تحریف کردن این کتاب رو. در این کتاب ببینید در اینجا یک لحظه آقای محمد، در اینجا میگه دیوان الضعفا و المتروکین و خلق من المجهولین و اناس فیهم لین. در داخل کتاب در مقدمه این اسم کامل، ببینید از اینجا تا اینجا اسم کتاب کامل اومده. این شرکتی که اینو چاپ کرده دارالقلم در بیروت لبنان هست و اونجا اکثریت هم که شیعه هستن، خودتون میدونید، یا نصرانی هست یا شیعه هست یا سنی هست، من به این کار ندارم. در اونجا چاپ شده. من اتفاقا رفتم چاپ وهابیا را آوردم. چاپ وهابیا رو دوستان عزیز از روی لپتاپ من نشون بدن. این عکسش هست. دیوان الضعفا و المتروکین، این دیوان الضعفا و المتروکین و خلق من المجهولین و ثقات فیهم لین. این اسم کتابی که وهابیا چاپ کردن به قول آقای شریفی. این امام حافظ شمس الدین ابن عثمان. یک لحظه این آخرش ببینید، علق حواشیه حماد بن محمد الانصاری المدرس بالجامعه الاسلامیه بالمدینه. دانشگاه اسلامی مدینه منوره این نسخه رو چاپ کرده. یعنی چاپی که وهابیا چاپ کردن، اسم کتاب کامل هست، دیوان الضعفا و المتروکین و خلق من المجهولین و ثقات فیهم لین. اینو تکرار نکنید. من دارم عرض میکنم که آقای ابوالقاسمی همین کتاب رو نشون دادن. بله الان آقای محترم همین کتاب سواء این که آقای بزرگوار این کتاب اسمش دیوان الضعفا و المتروکین باشه یا اسمش دیوان الضعفا و المتروکین و خلق من المجهولین و ثقات فیهم لین، دیوان الضعفا و المتروکین به عده‌ای از مجهولین و ثقاتی که در اونها لین هست یا لین الحدیث هستن. هر دو اسم هر کدومش که شما بپسندید، من تحدی و چلنج من به آقای ابوالقاسمی، آقای شریفی، آقای یزدانی، آقای قزوینی، حوزه علمی قم، نجف، کربلا، مشهد، اصفهان، یزد، تبریز، هر جایی که آخوند عمامه بسری وجود داره، مردانگی دارن، شهامت دارن، از این کتاب نشون بدن در کجا امام ذهبی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. حرف ما همینه. استاد گرامی، عزیز دل بنده، محب قلوب، عزیز من، نور العین من، شما عنایت بفرمایید اگر چنین استعداد بالایی در حضرت علی موجود هست، شما چرا وقتی که اینها شما رو دعوت به مناظره میکنن نمیایید مناظره بکنید؟ الان آقای ابوالقاسمی در شبکه ولایت روی خط هستن، کاری نداره. اگر شما واقعا دلتون برای اسلام میسوزه، دلتون برای ماها میسوزه، عنایت بفرمایید، تماس بگیرید، وقت بذارید، اعلام بکنن هر دو شبکه در یک شرایط. آقا محمد برادر بزرگوار، ما اعلان کردیم، ما تحدی کردیم، اعلان کردیم. آقای قزوینی شریفی رو به عنوان نماینده خودش تعیین کرد. کلیپش هم شما بارها دیدید. شما میگید من به عنوان یک نفر با شما دارم، به عنوان یک بیننده با شما دارم مصاحبه میکنم. میگید از شما تذکره آقای قزوینی رو نمیخوام. شما آقای شریفی رو دارید سخت میکنید از اون لحاظ. بزرگوار بنده، شما عنایت بفرمایید. من الان هم با تماس میگیرم با آقای ابوالقاسمی. شما یک وقتی بذارید. اگر شما آقای محترم، آقا محمد زیاد من فکر میکنم زیاد روی این مسئله پیچیدن، صحبت زیاد فایده نداره. من الان دقیقاً اینجا یک ساعت کامل، آقای محترم، یک ساعت کامل از برنامه ما مونده. من همین الان دوستان عزیز در اتاق فرمان تلفن خاص برای آقای قزوینی آماده میکنن. غیر از قزوینی کسی دیگه زنگ نزنه، فقط قزوینی. آقای محترم، فقط قزوینی. من فقط قزوینی دروغ گفته. آقا محمد
یک ساعت و 5 دقیقه مونده. ما 5 دقیقه میان برنامه میریم. بعد از 5 دقیقه من تلفن ویژه برای آقای قزوینی اختصاص میدم، شماره خاص. کسی دیگه هم زنگ نزنه، فقط قزوینی، چیز دیگه هم نمیخوام. یک جمله میخوام، یک جمله از آقای قزوینی میخوام که بیاد بگه ذهبی در کجا گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری سقه نیست. آیا این انصاری اجازه بدید من هم صحبت رو کنم. تمنا میکنم استاد بزرگوار، شما با هر کسی در هر موضوعی میتونید مناظره داشته باشید بزرگوار. خب یعنی جناب انصاری اگر شما بر حق هستید اون چنان که خودتون میگید، شما با هر کسی، اصلا یک بچه، هر کسی شما میتونید مناظره بکنید، ادله قانونی رو مطرح بکنید، ادله اون بنده خدا رو. آقا محمد شما یک انسان زنده هستید. آیا از انسان زنده وکیل و وصی لازم داره؟ قزوینی زنده حی و حاضر دروغ گفته، هی شاگرداشو میفرسته که ماسمالی بکنن. من وقت ندارم 1.5 ساعت وقت خودم رو با شریفی ضایع کردم، برم 1 ساعت دیگه وقتم رو با نادانی مثل ابوالقاسمی ضایع بکنم. آقای محمد الان 1 ساعت آخر برنامه من شماره تلفن ویژه برای قزوینی اعلان میکنم و تمنا میکنم، آرزو میکنم که قزوینی زنگ بزنه و از این دروغش دفاع بکنه. چرا انسان حی و حاضر وصی و نائب نمیخواد؟ یک نماینده تعیین کردن، آقای قزوینی آبروشون رفت. الان من منتظر خودشون هستم که خودش بیاد به دروغش پاسخ بده. تشکر میکنم از شما دوستان عزیز. این آخرین تماس هست، میان برنامه میریم. من شماره تلفن ویژه برای قزوینی اعلان میکنم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. آقا محمد بزرگوار از قم، بفرمایید. خسته نباشید، شب شما بخیر، خدا بهتون قوت بده و صبر. سلامت باشید، زنده باشید. آمین. زنده باشید. خدمت شما عرض کنم استاد عزیز، اینجوری که دوستان زنگ میکنن میگن اون شبکه اینقدر شلوغ کرده، معلوم میشه که این قضیه خیلی جالب بوده که دوستان اونور ذره به وجد اومد. ما در جواب هر کس بعد ما به خلق گوید ما سینه اون نمیخراشیم، ما خوبی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم. خدمت شما عرض کنم که آقای انصاری میگن که یه بنده خدایی تا حالا بوته خربوزه و هندونه رو ندیده بود، این یه دفعه با درخت گردو مواجه میشه. میگه درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربوزه الله اکبر. ما اینقدر به اینا داریم، اینقدر همه این صحبت اینه که به این آقایون بگیم آقا هر گردی گردون نیست. این بحث اون هفته هم همین بود که آقا امام بخاری با اون آقا بخاری دیگه فرق میکنه و آقا عذرخواهی هم گذاشتن برای همین. همه اشتباه میکنن. آقا یک کلمه اشتباه کردیم قضیه تمام میشه. چرا اینقدر میگه اگه برای یک خطا 1000 دلیل بیاوری 1000 خطا مرتکب شدیم، حالا چرا این خطا را ما بیشترش کنیم؟ بابا من میگم گاهی وقتا میگم آقا انصاری واقعا دم این پنگوئن کرد. شما نیا کن ببین یه قد کوتاه داره ولی با شهامت لاتی را میره. هیچ کی مثل اون نمیتونه لاتی را بره. آقا اینا میذاره وجود داشته باشن، قشنگ مشتیبار بیان یه عذرخواهی کنن، قضیه کنن، میگه آقا دیگه اینقدر شلوغ کردن که آقا من عذرخواهی میکنم ازتون. سلامت باشید آقا محمد. الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، میان برنامه میریم و بعد از اون اینجا کنار من تلفن دیگری خواهد بود، خط ویژه، تلفن خاص برای آقای قزوینی که ایشون زنگ بزنن و این دروغ خودشون رو جمع بکنن، چون شاگردان و نماینده ایشون نتونستن کاری بکنن. همین الان دوستان عزیز در بخش پژوهش و پیگیری با من در تماس هستن، حرف جدیدی در این برنامه ندارن و نخواهند داشت و من قسم خوردم و میدونم یقین 100% دارم که هیچ حرفی برای گفتن ندارن شاگردان ایشون و حتی قزوینی، به خاطر اینکه امثال آقا محمدی که از تبریز زنگ زده بودن و دیگر دوستانی که هنوزم براشون شک و شبهه باقی است، ما شماره ویژه برای آقای قزوینی اختصاص میدیم که امشب زنگ بزنه و بگه که چرا این دروغ رو گفته. میان برنامه ببینیم و بعد از اون در خدمت شما بزرگواران خواهیم. قد رضی الله عن المؤمنین اذ
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان می‌گذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. همونطوری که میبینید تلفن دیگری کنار من هست، به علاوه تلفن عمومی که برای بینندگان عزیز و گرامی برای عموم اختصاص دادیم. این شماره ویژه آیت الله قزوینی است. خواهش میکنم هیچ کس غیر از آیت الله قزوینی زنگ نزنه به این شماره و اگر مرد هست، اگر شجاعت داره، اگر غیرت داره، اگر شرف داره، اگر وجدان داره، اگر علم داره، زنگ بزنه بگه که در کجای کتاب‌های شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. من عنوان کلیپ ما، عنوان بحث و گفتگو و مناظره ما این بوده. تا الانم ما رو حرفمون وایستادیم. هر چقدر که کوشش کردن شاگردان ایشون و دوستان ایشون که بحث رو به مسائل دیگر بکشونن، اما صحبت ما اینه که آقای قزوینی وقتی که شما ادعا میکنید که امام شمس الدین ذهبی محمد ابن اسماعیل بخاری رو گفته که ثقه نیست، در کجا گفته؟ لطفاً آدرس بدید. دیوان ضعفا و متروکین، سیر اعلام نبلا جلد 11 12 13، خلق افعال العباد از امام بخاری، کتاب المغنی فی الضعفا. همه این مصادر به علاوه آیت الله گوگل و همچنین المکتبات الشامله، همه اینا موجود هست و من امیدوارم که شما این غیرت و شهامت و مردانگی رو داشته باشید. جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی که تماس بگیرید. من اگر شما امشب تماس بگیرید، همه این القاب و به اصطلاح سخنانی که در مورد شما شده گفته شده در این شبکه همه رو کنار میگذارم. به عنوان یک عالم، به عنوان یک کسی که متخصص در علم رجال هست، به عنوان یک آیت الله، به عنوان یک دکتر من با شما صحبت میکنم و من هرگز هیچ حرفی نمیزنم. به مجردی که شما تماس بگیرید، خط برای شما 5 دقیقه کامل به شما وقت داده میشه که شما یک جمله از امام ذهبی در هر کتابش که دوست دارید بیارید، از امام ذهبی، از کتاب امام ذهبی که گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. فکر کنم این یک به اصطلاح پیشنهاد خیلی عادلانه باشه و امیدوارم که این جرأت و شهامت و مردانگی و غیرت رو داشته باشید که امشب از خودتون دفاع بکنید و این بیچاره بدبختا رو به اچل نندازید. تازه آقای شریفی داشت استعدادات شکوفا میشد در لوله کشی و سیم کشی، داشت به خط ایدیسون میرفت. شما این بیچاره بدبخت رو کشوندید به مسائل علم رجال و حدیث و به دروغایی که خودتون میگفتید بدبخت و بیچارهش کردید، آبرو براش نگذاشتید. بذارید جوانهای مملکت حداقل در اون تخصصی که دارن خدمت بکنن به ملتشون، در اون سیم کشی و لوله کشی حداقل میتونستن مصدر خدمتی بشن برای ملت. شما کشوندید به این جنجال ها و دروغایی که خودتون مطرح کرده بودید در شبکه و از ایشون به اصطلاح به عنوان یک سپر بلای خودتون استفاده کردید، آبروی ایشون رو بردید. خب این به عنوان یک عالم، به عنوان یک شخصیت برای شما زیبنده نیست که اینطوری با شاگردانتون برخورد بکنید. حالا دروغ میگید خودتون بیاید دفاع بکنید، دروغ میگید خودتون بیاید عذر بخواید. دوستان از همین لحظه شماره ویژه آقای قزوینی رو هم زیرنویس بکنن و شماره برنامه رو هم زیرنویس بکنن. هر موقعی که این تلفن زنگ بزنه من تماس آقای قزوینی رو خواهم گرفت که امیدوارم که این جرأت و شهامت رو داشته باشن که بیان از خودشون دفاع کنن. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم. الو. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستی؟ سلامت باشید بیننده گرامی. الو. میشه خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟
من از استان گیلان. از استان گیلان. بفرمایید بیننده گرامی. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. دوستان عزیز، این خطهای شماره ویژه آقای قزوینی همه پر است. من خواهش میکنم غیر از آقای قزوینی کسی دیگه تماس نگیره که من مجبور میشم تماسش رو قطع بکنم. خواهش میکنم شیعیان عزیز اگر بخواید به این خط تماس بگیرید، این به این معنا هست که شما دوست ندارید آبروی قزوینی بره. خواهشاً بذارید این خط فقط ویژه تماس آقای قزوینی است و ایشون زنگ میزنه و از خودش دفاع میکنه. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشین. ما این شماره رو بیننده گرامی اختصاص دادیم به آقای قزوینی. لطفا شما به این شماره تماس نگیرید، به شماره دیگه زنگ بزنید. با شماره دیگه من نمیبینم. بینندگان عزیز گرامی، در روی صفحه تلویزیون مانیتورتون شماره خاص برای آقای قزوینی، لطفاً به این شماره زنگ نزنید. لطفاً به شماره خاص برای آقای قزوینی زنگ نزنید. به شماره زیر این شماره، به شماره‌ای که زیر این شماره نوشته شده که آخرش 2 است، به این شماره زنگ بزنید. من خواهش میکنم دوستان عزیز اینو مراعات بکنن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. جناب آیت الله قزوینی بفرمایید. جناب آیت الله قزوینی بفرمایید، این شماره ویژه شماست. بله سلام علیکم، بفرمایید. من تمنا میکنم عزیزان بیننده به شماره‌ای که ویژه آیت الله قزوینی هست تماس نگیرن که من این شماره رو با عزیزانی که غیر از قزوینی تماس بگیرن من صحبت نخواهم کرد. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. برادر عزیز، این شماره ویژه حضرت آیت الله قزوینی است. لطفاً به شماره دیگه زنگ بزنید. خب آقای مشکل اینه، آقا شما رو آدم حساب نمی‌کنه. اونجا معطل علیکی کسی اونجا زنگ نمیزنه. آقا شما رو آدم حساب نمی‌کنه. بله معلومه. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. جناب آیت الله قزوینی، به جای اینکه شاگرداتون رو بفرستید که زنگ بزنه، خودتون زنگ بزنید. ما منتظر تماس آقای قزوینی هستیم. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بینندگان عزیز و گرامی، من خواهش میکنم به شماره خاص برای آقای قزوینی زنگ نزنید. وقت خودتون رو ضایع نکنید. این شماره فقط به خاطر اینه که آقای قزوینی بیاد از دروغش دفاع بکنه. این شماره رو اختصاص دادیم برای آقای قزوینی که بیاد از دروغی که گفته دفاع بکنه. لطفاً کسی دیگه به این شماره زنگ نزنه. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. سلامت باشید. استاد حامد هستم از کرمانشاه مزاحم میشم. بفرمایید برادر عزیز. خواستم پیشاپیش پیروزی جدیدتون رو بر آیت الله قزوینی هم تبریک بگم. مطمئنم که جرئت نمیکنه هیچ وقت زنگ بزنه
و همینجا پیشاپیش تبریک میگم ان شاءالله. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. الله متعال حفظتون کنه. خیلی ممنون. خدا نگهدار. بله سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستید ان شاء الله. سلامت باشید. دوستان عزیز لطفاً به شماره ویژه آقای قزوینی زنگ نزنید. این شماره فقط برای آیت الله قزوینی است تا از دروغاش دفاع کنه. بفرمایید بیننده گرامی شما رو خط هستید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. لطفاً خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من عباس هستم از مذهب شیعه از تهران. آقا عباس بزرگوار بفرمایید. سلامت باشین عباس. قربان استاد انصاری عزیز، من یه سوالی داشتم در رابطه با موضوعاتی که در برنامه مطرح شده است. بفرمایید. در رابطه با این موضوع نیستش، یه سوالی واسه خود من پیش اومده. درست. میتونم بپرسم؟ بپرسید. عرضم به حضورتون که حضرت علی رو همه ما قبول داریم، درسته؟ درسته. کسی که بخواد با حضرت علی جنگ کنه چی حساب میشه؟ من میتونم بدونم؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره حجرات میگه که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنین با هم جنگیدن، یعنی این آیه این رو میرسونه که امکان داره در بعضی اوقات مؤمنین با هم دیگه بجنگن. همین شیعیانی که امروز جورابای شما رو میشورن، نمکش رو به عنوان نمک طعام استفاده میکنن در عراق، دیروز شما همین شیعیان رو با بمب و موشک میکشتید. دیروز موقع جنگ ایران و عراق همین شیعیان دشمنان شما بودن و شما اینا رو میکشتید. شما هم شیعه اونام شیعه، با هم دیگه درگیر بودید. برادر عزیز کاملا درست. بله جنگ بین ما برای وطن بود، دفاع از وطنمون ایران بود دیگه، غیر از اینه. بله جنگ به ما حمله کردن. بله ما من پاسخشون رو دادیم. بسیار خوب. یه سوالی دارم آقای محترم، من جوابم تموم نشده. جنگ بین علی و معاویه، درگیری هایی که بین طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه و حضرت علی هم رخ داد، بر اساس همین اجتهاداتی بود که ربطی به قضایای اعتقادی نداشت. درسته. حالا من یه سوالی دارم. من میخوام بدونم که کسی که بخواد با حضرت علی وارد جنگ بشه الا این نیستش که کافر هستش؟ نه. به چه دلیل؟ پس چرا نکنید حضرت علی همونطوری که پیامبر توی روز قدیر دستشو گرفت بالا گفت علی ولی منه، خب پس از اون طرف هم معلوم میشه که علی جانشین برحق پیامبر بوده. برادر محترم گوش کنید، شما بهتر میفهمید یا علی؟ میتونید جواب من رو بدید؟ 100% علی. خب وقتی که یاران علی اومدن پیش علی گفتن آیا مخالفین خودمون رو، طرفداران معاویه رو که دارن با ما میجنگن یا خوارج رو، اینا رو کافر بدانیم؟ گفت نه، اخواننا بغوا علینا، برادران ما هستن که بر علیه ما بغاوت کردن. علی میگه برادران ما هستن که بر علیه ما بغاوت کردن، شما میگید که کافر هستن. ما حرف شما رو قبول کنیم یا حرف علی رو؟ معلومه 100% حرف علی رو. حالا از اون طرف شما آخه دارین از کسانی دارین دفاع میکنید؟ من تشکر میکنم از شما. دوستان عزیز، اگر که از شبکه ولایت یا آقای شریفی هم به تلفن ویژه آیت الله قزوینی تماس بگیرن، ما تماسشون رو پاسخ میدیم. چرا؟ چون که قزوینی این جرأت و شهامت و مردانگی رو نداره که به این شماره زنگ بزنه. دوستان این شماره رو بردارن و من یقین دارم که این شماره رو حتما ثبت کردن، چون بینندگان دیگری تماس نگیرن به این شماره. من خواهش میکنم از بینندگان تماس نگیرید به شماره ویژه آقای قزوینی، تنها به شماره عمومی که الان رو صفحه تلویزیون ظاهر میشه به این شماره زنگ بزنید و بذارید که آقای قزوینی تماس بگیره و از این دروغی که گفته دفاع بکنه. بله سلام علیکم، بفرمایید. آقای انصاری سلام مجدد، میرد به سلام هستم. بفرمایید برادر بزرگوار.
میخوایم راجع به مناظره که آقای قزوینی امروز شما حاضر نشد که گپ بزنه، یک آیت قرآن عظیمشان تلاوت کنم، بعد از باز گپ بزنم. اجازه است ان شاء الله؟ بفرمایید. خیلی مختصر چون وقت کم است برادر عزیز. فهمیدم. بسم الله الرحمن الرحیم و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. به اساس همین که آقای قزوینی همیشه از باطل گپ میزنه، بلند فکر نکنم که حریف خود شود. من کامیابی از این مناظره پیش از پیش به خود تبریک میگم. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. حالت خوبه؟ من خواهش میکنم بیننده گرامی شما به این خط تماس نگیرید. این خط ویژه آقای قزوینی است. ایشون باید به این خط زنگ بزنه و از خودش دفاع کنه. من می‌خواستم بگم آقای انصاری، خواهش ازت دارم آقای انصاری. بفرمایید. الو جان بفرمایید. آقای انصاری. بله بفرمایید. خواهشی که عرضت دارم، میگم آقای قزوینی تو لیاقت چی نداری که بخواه با تو صحبت بکنه؟ ببین برادر گرامی پیامبر بزرگوار گوش کن ببینید، گوش کن یک لحظه حرف منو گوش کنید. شما اگر عقل و منطق دارید یک لحظه گوش کنید. پیامبر با ابو جهل، با ابو لهب، با یهود، با نصارا، با هر گبر و ترسایی صحبت میکرد. اگر راست میگه، اگر قزوینی راست میگه، اگر غیرت و شهامت و مردانگی داره، امشب زنگ بزنه و خودش دفاع بکنه. بله سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشی آقای انصاری. بله بفرمایید. حال شما خوب آقای انصاری؟ سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من ناصر هستم از شیعیان امیرالمومنین از تهران. بفرمایید برادر عزیز و گرامی. من یه سوالی داشتم آقای انصاری، خارج از برنامه، چون من برنامه‌تون رو گوش نکردم، از اول نمیدونم. من خواهش میکنم بذارید که در رابطه با موضوع برنامه صحبت بشه، چون دوستان زیادی پشت خط هستند و من خواهش میکنم از برادران عزیز اهل سنت که به شماره ویژه آقای قزوینی زنگ میزنن، اگر ما رو دوست دارید به این شماره زنگ نزنید. و شیعیان عزیز، اگر میخواهید که امشب جرأت و مردانگی و شهامت قزوینی ثابت براتون بشه و دروغگویی و خباثت و رذالتش در این برنامه ثابت نشه، لطفاً به این خط تماس نگیرید، بذارید که قزوینی خودش زنگ بزنه. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید بابا. سلامت باشید بیننده. سلامت باشید، بفرمایید. میخواستم یک حدیثی در مورد این بنده خدا بگویم که قل لم یکن انگل خودت نکن. سلامت باشید، تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بیننده گرامی، این خط ویژه آقای قزوینی است. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. من خواهش میکنم از بینندگان شیعه یک کمی اخلاق داشته باشید، ادب داشته باشید، فرهنگ و اخلاق و دین و مذهبتون رو به نمایش نگذارید. لطفاً به این شماره زنگ نزنید. این شماره ویژه آیت الله قزوینی است. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. الان شبکه الولایه رو نگاه کنید، آقای قزوینی اونجا برنامه دارن. الان من تازه فهمیدم دلیلش چیه که ملا زاده به شما میگه احمد. من این تحدی و چلنج رو اعلان میکنم که از همون شبکه ولایت همین الان زنگ بزنن از برنامه زنده و این دروغی که قزوینی گفته شبکه با شبکه ما تصویر و صدای اونا رو پخش میکنیم، اونا هم صدا تصویر ما رو پخش بکنن. اگر واقعا راست میگه این تماسایی که شما میگیرید، این نشان دهنده این است که یقین دارید که قزوینی حرف برای گفتن نداره. بله سلام علیکم. این تحدی و چلنج رو اعلان میکنن که از همین شبکه ولایت همین الان جناب آیت الله قزوینی، این شماره مخصوص شماست. لطفاً به این شماره زنگ بزنید و از دروغی که گفتید دفاع کنید. بله سلام علیکم.
برنامه ولایت دوستان امی الان پیام دادن که میگن برنامه شبکه ولایت تموم شده و آقای قزوینی کاملا بیکار هست و الان میتونه که تماس بگیره و از دروغی که گفته دفاع بکنه. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. الو. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری شبکه الولایه شبکه عربی بله سلام علیکم بفرمایید. آقای انصاری. بله سلام علیکم بفرمایید. الو. بله سلام علیکم بفرمایید. جناب آیت الله قزوینی لطفاً از دروغی که گفتید در مورد امام محمد ابن اسماعیل بخاری دفاع کنید. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. جناب حضرت آیت الله قزوینی شما یک دروغ گفتید که امام شمس الدین ذهبی محمد ابن اسماعیل بخاری رو گفته که ثقه نیست. لطفاً از این دروغتون دفاع کنید. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. من کسی غیر از قزوینی زنگ بزنه من صداشو قطع میکنم. خواهر گرامی من فارسی گفتم که لطفاً به این شماره کسی زنگ نزنه غیر از آقای قزوینی. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. بله دوستان به من اطلاع بدن که آیا آیت الله قزوینی برنامه زنده داره یا نداره. بله این تصویر لایف رو اگر دوستان بتونن بذارن. بله این تصویر لایفشون است. الان قزوینی برنامه نداره و میتونه که تماس بگیره و این خط رو هم ما ویژه برای آیت الله قزوینی اختصاص دادیم که ایشون زنگ بزنه و از دروغی که گفته دفاع بکنه که امام شمس الدین ذهبی محمد ابن اسماعیل بخاری رو در کجا گفته که ثقه نیست. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. خواستم ببینم این خط وصل هست یا نه. خط وصل است خواهر گرامی. بله سلام علیکم این خط وصل است. لطفاً غیر از آقای قزوینی کسی ولایت عربی رو بگیر شخص زنده داره. میخواد از عربی بیاد از فارسی بیاد خلاص ما آماده ایم که با عربی باشون صحبت بکنیم از هر شبکه‌ای که میخواد بیاد. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. انصاری بزرگوار شما خوبه؟ برادر گرامی شما لطفاً به این شماره تماس نگیرید. به شماره دیگه تماس بگیرید که برای عموم بینندگان هست. بله سلام علیکم بفرمایید. جناب آیت الله قزوینی. آقای انصاری صحبت میکنید؟ بله سلام علیکم. قزوینی اینقدر 1 کیلو باش آقای قزوینی مرد باش خودت زنگ بزن. چرا این دار و دستتو میفرستی؟ 1 کیلو باش مرد باش. حداقل شریفی مردانگیش از تو بیشتر بود که زنگ میزد. این شماره رو من اختصاص دادم به قزوینی که زنگ بزنه و از دروغی که گفته دفاع بکنه. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم خسته نباشید. برادر گرامی لطفاً به این شماره تماس نگیرید. این شماره ویژه آقای قزوینی است. خواهش میکنم. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. شب شما بخیر باشید. شب شما بخیر، زنده باشید. زنده باشید. ببخشید آقای انصاری، من یه مطلبی می‌خواستم بهتون بگم درباره این بنده خدا. بفرمایید. آقای انصاری، 3 گروه آدم داریم تو این دنیای چی بزرگ. بله. بعد یک گروه هستن که میفهمند که نمیفهمند. بله. بعد گروه دوم هستن که میفهمند ولی خودشون رو میزنن به نفهمی. درست. بعد گروه سوم نمیفهمند که نمیفهمند ولی با این آدما اصلا نمیشه صحبت کرد. درست کاملا. واقعا نمیفهمند که نمیفهمند. از این بدبختی گرفتاری دیگه بدتر نیست. درست. شما با اینا از سرکله داره میزنی، اصلا شما خود میکنن. بالاخره ما نشستیم نگاه میکنیم، خیلی خوشحالیم که اینا کم آوردن فرار کردن. الحمدلله. خدا انشالله شما رو برای ما نگه داره تا وقتی که اینا اصلا شما نباشین اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. انشالله. زنده باشید، سلامت باشید، الله مطالب ستان کنه. تشکر. خدا انشالله شبکه‌های توحیدی رو برای ما نگه داره. آمین. از شما تشکر میکنم. سلامت باشید. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. شبتون بخیر. فصل نباشید. عزیز دل برادر. سبحان الله. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری، حالتون خوب؟ الحمدلله. سلامت باشید. آیا یک مرد پیدا نمیشه تو این شبکه ولایت که زنگ بزنه از این دروغ قزوینی دفاع بکنه؟ سبحان الله. یک مرد پیدا نمیشه که بیاد و از دروغ آقای قزوینی دفاع بکنه که محمد ابن اسماعیل بخاری رو در کجا گفته ذهبی که ثقه نیست؟ بله سلام علیکم، بفرمایید. شبکه وهابیه. بله سلام علیکم، بفرمایید. آقای قزوینی. شما قزوینی هستید؟ نه خیر، میخواستم به آقای قزوینی بگم اگه کم آوردی برو خودتو بکش. من تشکر میکنم از شما. خواهش میکنم به این شماره تماس نگیرید، شماره ویژه قزوینی تماس نگیرید. ایشونو بهش وقت بدید که بهانه در نیاره فردا بگه که والا من زنگ زدم تلفن منو کسی جواب نداد. بذارید که آقای قزوینی زنگ بزنه و از این دروغی که گفته دفاع بکنه. و اگر امشب زنگ نزنه، من ایمیل رسمی برای آقای قزوینی میفرستم. دوستان عزیز، یکی از شماره های تلفن برنامه رو که تا هنوز اعلان نشده لطف کنید برای من بفرستید. من همینجا ایمیل رسمی میفرستم برای قزوینی و این شماره رو یادداشت بکنن، به ایشون برسونن، در برنامه هفته آینده زنگ بزنن به همین شماره و دروغی که گفتن دفاع بکنن. اگر عزیزان شیعه و سنی بخوان این خط رو مشغول نگه دارن، به این معنی است که دارن به فرار قزوینی دارن کمک میکنن. اگر میخواید حق و حقیقت آشکار بشه، لطفاً به شماره ویژه قزوینی زنگ نزنید، بذارید که خودش زنگ بزنه و از خودش دفاع بکنه. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری، میخواستم با آقای انصاری صحبت کنم. شما دارید با من صحبت میکنید، صدای شما داره پخش میشه بیننده گرامی، بفرمایید. آقای انصاری، این آقای قزوینی فکر کنم رفت تو گل، نمیتونه در بیاد. زنده باشید برادر گرامی، تشکر از شما. ارزش نداره دیگه. تشکر از شما، زنده باشید، خدا نگهدارت. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ خسته نباشید. سلامت باشید. آیا انصاری؟ بفرمایید بیننده گرامی. آیا انصاری میشه خواهش کنم که سوالی داشتم لطفی بکنید جواب ما رو بدین قربان شما. خیلی زحمت کشیدم شما رو گرفتم. برادر عزیز گرامی، من سوالات شرعی پاسخ نمیدم. اولا ثانیا روال برنامه طوری است. من سوال شرعی از شما نمیخوام بکنم. بفرمایید در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح شده بفرمایید، در خدمت شما هستیم. لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. من صدای تلویزیون بسته هست، شاید میگم قربون جورم الهی. آقای انصاری میشه یه خواهش از شما بکنم؟ از شما دیانت خودتون میشه معرفی کنید؟ شما چه دینی هستید؟ بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. این مناظره شما جالبیش این بود که دکتر ملازاده هم گفت شما شکست خوردید و شما تشکر میکنم آقای محترم. الان شما یک شیعه، نفاق رو بذارید کنار، مردانه شما که شیعه هستید و به این مذهب و دینتون افتخار میکنید و الان 3-4 ماهه که همه آخونداتون جمع شدن با نوچه هاشون نتونستن دفاع بکنن، یک کلمه از ذهبی بیارید که گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. نگاه کن گوش بده دیوس، نگاه. این منطقشونه. اگر مردانگی دارید، اگر شجاعت دارید، چرا فحش میدید؟ چرا توهین میکنید؟ چرا فرهنگتون رو، چرا دین و مذهبتون رو دارید به نمایش میگذارید؟ همتون این اعتقادتونه. روافض وقتی که منطق نداشتن، وقتی که جواب نداشتن، میان فحش میدن، مانند قزوینی. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری، با خدا شریفی آبروی خودش رو برد که آبروی همه بدبختان هم برد. الله المستعان. حالا نشستم میدونم تو سرشون. ابوالقاسم میگفت شیر بچه، یک موش هم نبود. الله المستعان. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. یک موش هم چیکار کرد آقای زنده باشید. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. شما اگر یک لحظه همین یک لحظه، تو الان به من دیوس گفتی، از شماره شریفی زنگ زدی. اگر مرد شریفی خودش چرا زنگ نمیزنه؟ چرا تلفنش رو داده دست تو که تو زنگ بزنی؟ سبحان الله. خودت زنگ بزن. آقای شریفی برادرتو فرستادی، کسی دیگر رو فرستادی که فحش بده؟ سبحان الله. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو به صالح حق. اگر شماره‌ای زنگ بزنه و فحش بده، بعد از برنامه شماره تلفنش زیرنویس خواهد شد به عنوان اینکه مثل کاری که با ابن مالک کردیم، هر شیعه‌ای که زنگ بزنه و فحش بده من شماره‌اش رو زیرنویس میکنم. بعد از برنامه اگر مورد حجمه اهل سنت قرار گرفت و اذیتش کردن، مسئولیتش به دوش خودشه. من اینجا رسما اعلان میکنم. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم. کارگردان برنامه میگه که کلیپ خامنه‌ای هم هست اگر که خیلی دلتون تنگ شده براش. بله سلام علیکم، بفرمایید. آقای انصاری جانم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من احمد رضا هستم. احمد رضای بزرگوار، بفرمایید برادر گرامی. آقای انصاری چرا اختلاف میندازیم بین شیعه و سنی؟ احمد رضای بزرگوار، امام محمد ابن اسماعیل بخاری یکی از ائمه بزرگوار حدیث ماست. برادران شما، برادران اهل سنت شما در ایران، در بلوچستان هر ساله مراسم ختم بخاری برگزار میکنن و از این شخصیت بزرگوار تجلیل میکنن.
این قزوینی دروغگو اومد در شبکهش گفت که ایشون ثقه نیست، کذاب است، ضعیف است، توهین کرد به ایشون. ما داریم از بزرگانمون، از مقدساتمون دفاع میکنیم. اونا توهین کردن، ما که توهین نکردیم. شما دارین توهین میکنین، به علی توهین میکنین، به همه توهین میکنین. یک نمونه آقای احمد رضا یک نمونه از توهین به علی. من میگم هر کی که توهین به علی بکنه در مسلمانی شک هست. شما میگید توهین میکنید به علی. شما تمامشون میگین شیعه هاتون، علماشون همه رفتن کجا نمیتونن صحبت کنن. من به شیعیان نگفتم. من شیعیان برادران و خواهران شیعه بری هستن از قزوینی و امثال قزوینی. این آخوندهایی که این ملت رو به خاک فلاکت نشاندن، اینا همینایی هستن که امروز دارن اختلاف میندازن بین شیعه و سنی در این شبکه‌هاشون. ما کی گفتیم که همه شیعیان؟ تو ایران هیچ کی اختلاف نداره آقای انصاری. تشکر از شما. شما مثل که خوابید برادر گرامی. من امیدوارم که بیدار بشید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. الو، وصال حق بفرمایید بیننده گرامی. شرمنده من از میانداد نظر میشم، یه سوال دارم. بیننده گرامی در رابطه با موضوعات برنامه اگر صحبتی دارید در خدمت شما هستم. تشکر میکنم از شما. اگر که مطلب دیگری هست من عذر میخوام. آقا شرمنده آقای قزوینی اگه زنگ بزنه بگه غلط کردم میبخشید؟ والا میبخشم، به خدا میبخشم، قسم میخورم. من به میلیون ها بیننده که دارن نگاه میکنن قول میدم که اگر که قزوینی زنگ بزنه و بگه که غلط کرده، من دیگه کلیپی که در این مورد پخش کردیم و دیگه متوقف میکنم، هرگز پخش نمیکنم. دیگه چی؟ قول میدم به شما. از طرف آقای قزوینی و کل شیعه دنیا گو خوردم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. میخوایم با این آقای بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. شما خوبه؟ سلامت باشید. شما آقای انصاری جان گوش کن، قطع نکن، گوش بکن آقا. آقای انصاری جان. آقای انصاری صدای شما داره پخش میشه. انصاری گوش کن. نه شما گوش بکن، فقط خواهش میکنم قطع نکن. شما عدیدی نیستید که با حاجی آقا قزوینی بتونید مذاکره کنید یا صحبت کنید. سبحان الله. شما اصلا از دین بری هستید، چجوری میخواید با خب الان من گزینه‌های مختلف میذارم جلوی این آدم که هر کدومش میخواست انتخاب بکنه. آقا زنگ نزن قزوینی. من اصلا میدونم که تو جرأت و شهامت و غیرت اینو نداری که زنگ بزنی. 1% اگر غیرت میداشتی زنگ میزدی. آقای قزوینی زنگ نزن، ما از خیر تو گذشتیم، اصلا زنگ نزن. این شماره رو ملغا میکنیم، زنگ نزن. مونتا این جرأت و شهامت و مردانگی رو داشته باش که فردا نه پس فردا برنامه زنده داری. تو برنامه زندت یک جمله از شمس الدین ذهبی بیار که گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. ما همون برنامه تو رو، همون کلیپ تو رو میگیریم پخش میکنیم و بعدش هم معذرت میخوایم. آقا میگیم ما عذر آقای قزوینی رو قبول کردیم، اینم سندی که آورده. بیشتر از این چیزی میخواید؟ یک گزینه، 2 گزینه، 3 گزینه. گفت با من نماینده تعیین میکنم. نمایندهش اومد زنگ زد، آبروی خودش هم برد، آبروی قزوینی هم برد. خودش که جرأت و شهامت و مردانگی و غیرت زنگ زدن رو نداره که از خودش دفاع بکنه. اصلا چی میخواد بگه؟ نیست، والله نیست، بالله نیست، تالله نیست. قبول بکنید برادران شیعه، نیست. حرفی که قزوینی زده در هیچ کتاب ذهبی نیومده. اگر داشتن تا حالا میگفتن. آخرین حرفی که آوردن گفتن در المغنی فی الضعفا گفت آورده، اونم که نشون دادیم امشب. بیاد روز پنجشنبه یک جمله از ذهبی بیاره که همین نصش باشه، گفته باشه که من شمس الدین ذهبی میگم که محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری ثقه نیست. تموم شد. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. من عذر میخوام که شما پشت خط موندید. بفرمایید. مشکلی نیست. میخواستم با این آقای انصاری صحبت کنم. از زمین تو دستبوسش هستم با این پیروزیش که خداوند نصیبش کرد. سلامت باشید. شما دارید با من صحبت میکنید، صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید.
لطفا صدای تلویزیونتون رو ببند. بفرمایید. محمد در تلویزیون بند. بفرمایید. لطفا صدای تلویزیون رو ببندید. بفرمایید. بله من میخواستم که بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلامت باشید بیننده گرامی، کمی بلندتر صحبت کنید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله سلام علیکم. دوستان عزیز و گرامی، این خط مخصوص آقای قزوینی است. اینم شماره‌ای که تماس میگیره. دوستان اینو نشون بدن لطفاً. اینو رو نشون بدن، این تلفن رو که عزیزان ببینن. و کسایی که تماس میگیرن غیر از آقای قزوینی، اگر شماره تلفنشون رو صفحه تلویزیون پخش میشه من مسئولیتی ندارم. خواهشاً غیر از قزوینی کسی دیگه تماس نگیره. بله سلام علیکم. الو. شماره تلفن شما الان رو صفحه تلویزیون داره پخش میشه برادر گرامی. اگر شما آقای قزوینی هستید بفرمایید، اگر نیستید لطفاً قطع کنید. ببخشید مثلا من به هر تماس میگیرم موفق نمیشم. خواهش میکنم به این شماره زنگ نزنید بیننده گرامی. هر کی به این شماره زنگ بزنه شماره تلفنش الان رو صفحه تلویزیون پخش میشه، چه برادران شیعه چه برادران سنی، و ما مسئولیتی شبکه وصالت در این قبیل نداره، در این قبال نداره. خواهش میکنم تماس نگیرن غیر از آقای قزوینی. بله سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. جناب آقای قزوینی، این شماره مخصوص شماست که از دروغی که گفتید دفاع بکنید. جناب آقای قزوینی بفرمایید. آقای انصاری من ثابت میکنم که بخواد. بله سلام علیکم. آقای آیت الله قزوینی بفرمایید. عبدالله از اهواز، تو برو دروغ اولی تو که گفتی 5 ماه قبل ثابت بکن، بعد زنگ بزن به ما. بله سلام علیکم بفرمایید. این شماره مخصوص آیت الله حسینی قزوینی هست. دوستان دیگه لطفاً تماس نگیرن. شماره بله بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. جناب آقای عبدالله از اهواز، شما داری خود جان میکنی که از قزوینی دفاع بکنی. خواهش میکنم این جرأت و مردانگی رو داشته باش، همون یک دروغی که اول خودت گفتی همون رو بیاد دفاع بکن ازش. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. کسانی که دارن تماس میگیرن بینندگان گرامی، شمارهشون اینجا میبینید، آخرش 401 شماره ابن مالک هست که از همین شماره زنگ زده بود و به شبکه وصال حق توهین کرده بود به کارمندان شبکه. بله سلام علیکم بفرمایید. جناب آیت الله قزوینی بفرمایید از دروغ خودتون دفاع بکنید. این شماره ویژه شما هست. بفرمایید. بیچاره همه شاگرداشو فرستاده. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. دوستان عزیز این بله سلام علیکم بفرمایید. آقای آیت الله قزوینی بفرمایید. جناب آیت الله قزوینی بفرمایید. جناب آیت الله قزوینی لطفاً از دروغی که گفتید دفاع بکنید. بله سلام علیکم آقای قزوینی بفرمایید. جناب آیت الله قزوینی بفرمایید از دروغی که گفتید دفاع کنید. بله سلام علیکم جناب آیت الله قزوینی بفرمایید. جناب آیت الله قزوینی بفرمایید لطفاً از دروغی که گفتید دفاع بکنید. الو سلام.
علیکم السلام. بیننده گرامی، این شماره ویژه آیت الله قزوینی است. لطفاً به این شماره زنگ نزنید، به شماره دیگه که الان رو صفحه تلویزیون است تماس بگیرید. باشه اون خط که آقا شلوغه نمیشه اصلا. خواهش میکنم بیننده گرامی، این خط مخصوص آقای قزوینی است. خواهش میکنم. جناب آیت الله قزوینی، ما همچنان منتظر تماس شما هستیم. بیش از 247 تماس بوده. بله سلام علیکم جناب آیت الله قزوینی، بفرمایید. الو. جناب آیت الله قزوینی بفرمایید، از دروغی که گفتید دفاع کنید. الو. جناب آیت الله قزوینی بفرمایید. بینندگان عزیز و گرامی، همینطور که میبینید این شماره ویژه آقای قزوینی هست. مرد باش، زنگ بزن به شماره عمومی و از دروغی که گفتید دفاع بکن. تماس گرفتنید به این شماره عبدالله اهوازی نشان دهنده حماقت و جهالت شماست که من دارم به فارسی میگم که این شماره ویژه قزوینی است. حالا من میدونم که شما حقوق بگیر هستید و باید مزاحمت ایجاد بکنید، منتها به شماره دیگه زنگ بزن. دوستان عزیز، در شماره عمومی اگر عبدالله اهوازی زنگ زد به من اطلاع بدید رو کدوم خط هست که من تماسش رو بگیرم. جناب آیت الله قزوینی، ما همچنان منتظر تماس شما هستیم که این مردانگی و شهامت رو داشته باشید و تماس بگیرید و از خودتون دفاع کنید. جناب آیت الله قزوینی. الو. شما قزوینی هستید؟ نه من میخواستم یه چیزی به آقای قزوینی بگم. من خواهش میکنم دوستان عزیز به این شماره زنگ نزنید. بله سلام علیکم آقای قزوینی، بفرمایید. همچنین ما منتظر تماس آقای قزوینی هستیم تا این شهامت و مردانگی رو داشته باشه و زنگ بزنه از خودش دفاع کنه. بله سلام علیکم جناب آقای آیت الله قزوینی، شما لطفاً از دروغی که گفتید دفاع کنید. جناب آیت الله قزوینی، لطفاً از دروغی که گفتید دفاع کنید. جناب آیت الله قزوینی، شما دروغ گفتید که سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری، ضمن تشکر از برنامه خوبتون میخواستم بگم که آقای قزوینی زنگ نزده و نشون میده که ایشون کم آوردن و چون بله سلام علیکم، بفرمایید. جناب آقای قزوینی، لطفاً به این شماره تماس بگیرید، شماره‌ای که اعلان شد ویژه شما، و از دروغی که گفتید دفاع بکنید. خب من تشکر میکنم از دوستان عزیز. من بیشتر از این نمیخوام وقت عزیزان رو تلف بکنم. این یقین رو داشته باشید که زنگ نمیزنه قزوینی. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری، بفرمایید بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ آقای قزوینی خواب زنگ نزن، بیدار نکنید، خداحافظ. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من محمد کونکن هستم. بله شماره این آقا رو دوستان لطف بکنن همین الان زیرنویس بکنن شماره‌شو، یا به من بفرستن که من اینجا 0937 772 06 08 0937 77 20 60
8. این شماره این آقایی بود که الان فوش دادن و دوستان بعد از برنامه هم زیرنویس خواهند کرد و مسئولیت این عمل به عهده خود این شخص است که توهین کرد. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخواستم با آقای انصاری صحبت کنم. شما دارید با من صحبت میکنید، لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام آقای انصاری، حال شما خوب هستید؟ سلامت باشید بیننده گرامی. زنده باشین آقا. آقا میخواستم درباره آقای قزوینی بگم. بفرمایید، کمی بلندتر صحبت کنید و دوستان صدایشون رو تقویت کنن. آقای انصاری بفرمایید. من میگم بالاخره ما فهمیدیم که آقای قزوینی دروغ میگه. الحمدلله. اگه میتونین دیگه زیاد بحثشو نکنید، دیگه خیلی چیز شده. تمام شیعه هم فهمید که مثلا آقای قزوینی دروغ میگه. تشکر از شما برادر عزیز، الله متعالفتون کنه. زنده باشید آقا، ما خیلی دوست داریم. سلامت باشید، سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدار. تشکر میکنم. تشکر از شما برادر. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. الو بفرمایید بیننده گرامی. الو سلام. علیکم السلام، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بله بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. برنامه وصال حق. برنامه وصال حق، لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من ناصر از تهران، می‌خواستم با آقای انصاری. آقا ناصر شما دارید با من صحبت میکنید، صداتون داره پخش میشه، لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید و با گوشی تلفن صحبت کنید. از موضوع شما که گلگی داشته آقای انصاری از شما. خیلی مختصر بفرمایید. گلگی من که قبلا زنگ زد و از طرف شیعه ها توهین به شیعه ها کرد و شما خیلی لبخند زدیم و من شما گلگی میکنم که ایشون که اهل تصنع فکر نکنم باشه که زنگ زد توهین به شیعه، که من به عنوان یک نماینده شیعه صورت و دست همه بچه‌های اهل تصنع میبوسم، چون اهل تصنع بابا برادر هستن و این شخصی که الان زنگ زد و اهانت کرده اهل شیعه، ایشون معلومه که خیانت وهابیت دارن و این آقا ناصر سوء استفاده نکنید. آقا ناصر سوء استفاده نکنید. ما در اینجا گفتیم هر کسی که توهین میکنه، چه شیعه است چه سنی است، مورد قبول ما نیست و نمایندگی از دینش، مذهبش، تمدنش، فرهنگش میکنه، هر کسی که میخواد باشه. و اینکه در این برنامه ما به هیچ کس اجازه ندادیم به کسی توهین بکنه، الا به دروغگو گفتیم دروغگو، به کسی که تدریس میکنه گفتیم که مدلس و این یک واقعیت است و اینو بارها هم تکرار خواهیم کرد. به جاهل گفتیم جاهل، به قزوینی دروغگو میگیم دروغگو. اگر راست میگه بیاد از خودش دفاع بکنه. آقا ما یک شماره اختصاص دادیم، بیاد زنگ بزنه بگه که در کجای کتاب‌های ذهبی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست و سلام، تموم شد رفت. ببین اگر من بخوام بی‌ادبی صحبت کنم، پس کلاس شیعه به من بی‌ادبی یاد بده، من این کارو نخواهم کرد. کلاس شیعه میگه آقا اگر بخواد شیعه شاگی باید ادبتون نشون بدید. کاملا درست میفرمایید. کاملا درست. کسی که شیعه‌ای که توهین میکنه، شیعه‌ای که توهین میکنه، عزیزم آقا ناصر، شیعه‌ای که توهین میکنه پیرو علی نیست، شیعه‌ای که توهین میکنه پیرو علی نیست
و سنی که زنگ میزنه توهین میکنه پیرو خلفای راشدین نیست. و سلام. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی، خیلی مختصر، 2 دقیقه بیشتر نمونده تا پایان برنامه. آقای انصاری من میخواستم بگم. الو. بفرمایید، خیلی مختصر بگید. خب آخرین تماس رو میگیریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. در نیم دقیقه مختصر بفرمایید بیننده گرامی. خب ایشون نخواستن صحبت بکنن، وقت برنامه به پایان رسیده. من عذر میخوام، شاید که وضعیت برنامه امشب برای بعضی از بینندگان عزیز و گرامی معقول نبوده به خاطر این شدتی که وجود داشت و مسیر برنامه عوض شد. منتها ما بارها گفتیم والله الذی لا اله الا هو، تا دست از سر همسر پیامبر بر نداری قزوینی، تا دست از سر ابوبکر و عمر و عثمان و علی بر نداری، دست از سرت بر نمیداری. حاضریم در این را جانمونم فدا بکنیم. تا دست از سر ناموس پیامبر بر ندارید، دست از سرتون بر نمیداریم. با خدای خود عهد کردیم که تا زنده هستیم از ناموس پیامبر، از اهل بیت پیامبر، از اصحاب پیامبر دفاع خواهیم کرد. و تا خون در بدن داریم در نشان دادن چهره کثیف شما آخوندهای دین فروش از هیچ کوشش دریغ نخواهیم کرد. ما شروع نکردیم، شما شروع کردید. امروز بچشید نتیجه این کاری رو که کردید. دیروز که در شبکه سلام به اهل بیت پیامبر توهین می‌کردی، دیروز که در شبکه سلام به اصحاب پیامبر فحش میدادی، اهل سنت شبکه‌ای نداشتن که دفاع بکنن. نه نور بود، نه کلمه بود، نه وصال بود، نه توحید بود. امروز الله سبحانه و تعالی و تلک الایام نداولها بین الناس، امروز اون ماسکی که بر چهره کثیف شما آخوندها بود امروز ما پایین کشیدیم. امروز شما را هم شیعه شناختن و هم اهل سنت شناختن و تا خون در بدن داریم از ناموس محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل شما شاگردان عبدالله ابن سبی یهودی دفاع خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله